أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان و طلبگاران زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کورس یکم، از مستوای اول، از درس های زبان عربی 12 درس گرفتیم و امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درس 13 را به سمع شما برادران و دوستان و خواهشمندان زبان عربی خواهیم رسانید. و این هست درس 13 ما و شما از کورس یکم، الدرس الثالث عشر. درس 13، الدرس الثالث عشر یعنی که درس 13. همچنین جایز است ما بگیم که الدرس الثالث عشر، اینش هم جایز است، لیکن بهتر، افضل و طبق قاعده زبان عربی ما الثالثه عشره بگیم، بهتر و خوبتر هست. و درس 13 ما و شما الدرس الثالث عشر یعنی درس 13 از کورس یکم. اولا پیش از اونه که در این درس ما و شما داخل بشویم باید بدانیم که موضوع درس چی است. پیش از اونه که موضوع درس را بیان بکنم، اولا میخواهم براتون برسانم که این درس بسیار درس طولانی میشود، چطوری که شما دقیقه‌اش رو میبینید چقدر طولانی است. فضل و کرم الله قطعی، یا با فضل و کرم الله برای ما توفیق بتید که خوب فهمونده بتونیم برای شما این درس رو. و این درس طولانی میشود. برای چی؟ به خاطر آنه که این درس 3 موضوع را در بر میگیرد. انشاءالله هر یک موضوعش را که رسیدیم بیان میکنیم که این موضوع چی است. ببینید اولا در اینجا الف هست، ببینید همزه این قسم یکم، این قسم یکم می باشد. گفتم این درس ما شما 3 قسم است، این قسم یکمش است. همزه یعنی قسم یکم. قسم یکم درباره چی گپ میزند؟ موضوع قسم یکم درباره چی است؟ موضوع قسم یکم درباره اسم اشاره است. اسم اشاره را ما و شما درس‌های گذشته خوانده بودیم و در اینجا مفرد و جمعش میارد. ما و شما در درس‌های گذشته اسم اشاره را مفردش را خوانده بودیم اما جمعش نخوانده بودیم. امروز یکم بار است که جمعش را میخوانیم. پس یکم موضوع درس ما و شما اسم اشاره بوده است، مفرد و جمع میارد. مفرد را خوندیم و جمع را یکم بار میخوانیم. و دوم موضوع این درس ضمیرها می باشد. ضمیرهایی که ما و شما گفتیم 61 ضمیر در زبان عربی هست که 40 چند تا اش را ما و شما گرفتیم. در اینجا همون ضمیرها را، همون ضمیرهایی که نخوانده بودیم، مفرد و جمعش میارد. مفرد و جمعش میارد، یعنی که یک تگهش را و جمع بسیاریش را میارد، اما مثناش را، دو تگهش را در اینجا ذکر نمیکند. یا اسم اشاره را هم دو تگهش را در اینجا ذکر نمیکند. باز درس های آینده انشاءالله در این موضوع میگذارد و یک درس را خاصی مثنا میگرداند. برای همین خاطر موضوع درس را در یادتان بگیرید. درباره چی بوده است؟ یکم اسم اشاره، یکم موضوعش اسم اشاره، مفرد و جمع و همچنین ضمیرها مفرد و جمع می آورده است. لیکن فراموش نکنید که اسم اشاره و ضمایر در اینجا برای مذکر هست، فقط مردانه اش رو میارد. این الف فقط مردانه اش رو میارد، یعنی که در زیر قسم یکم مردانه اش رو میارد. برای این خاطر بسیار متوجه باشید که درس بسیار درس مهم است، بسیار درس نازک است و بسیار درس مقبول هست برای انسانی که دوستدار زبان عربی هست. ببینید در اینجا میگوید که من هؤلاء الفتیه الطوال یا علی، یعنی کیست آنها؟ هؤلاء اینها. من هؤلاء الفتیه الطوال، کیست اینها؟ الفتیه یعنی که
جوان هایی که الطوال درازها هستند، یا علی و ای علی. ببینید در اینجا چی هست؟ من کیست؟ هؤلاء اینها، هؤلاء اینها. الفتیتو، الفتیتو یعنی که جوان، الفتیه جوان ها. ما و شما درس گذشته فتا را خوانده بودیم، الفتا، فتا گفته بودیم جوان. الفتیتو جمع جوان یعنی جوان ها، الفتا یک جوان، الفتیتو جوان ها. طویل ما و شما خوانده بودیم قد بلند دراز. الطوال در اینجا درازها جمعش. در زبان عربی مفرد و جمع را بسیار اهمیت بدهید، زیرا اینکه نازکی دارد. در زبان تاجیکی ما و شما در آخر کلمه یک ها را قش میکنی میشود جمع، اما زبان عربی این طور نیست. زبان عربی نازکی خودش را دارد. ببینید الفتا یک جوان، الفتیتو جوان ها، طویل یک دراز، طوال درازها. بسیار متوجه باشید. یا علی ای علی، یعنی که من هؤلاء الفتیة الطوال یا علی، کیست این جوانهای دراز ای علی، این جوانهای قد بلند کیست ای علی؟ میگوید که هم طلاب جدد، آنها طلبه های نو هستند، آنها طلبه های نو هستند. هم آنها ضمیر است، ضمیر جمع است. ما و شما درس خاص درباره ضمایر داشتیم. طلاب طلبه ها، طالبون یک طلبه، طلاب طلبه ها. جمعی کلمات رو در ذهنتون بگیرید. طلاب طلبه ها. جدودون جدید ها، جدیدون جدید نو، جدودون نوها، جدیدون نو، جدودون نوها. برای خاطر اهمیت بدهید که چطور جمع کرده می شود. میگوید هم طلاب جدودون، آنها طلبه های نو هستند، آنها طلبه های نو هستند. میگوید که من این هم، از کجاست اونها؟ من این هم، از کجاست آنها؟ من این هم، هم ضمیر است، ضمیر غایب، ضمیر غایب هست، یعنی که ضمیر است، ضمیر منفصلی غایب هست و بارز هست، دیده می شود. و اون کلمه‌ای که گذشته در گفته بودیم در ذهنتون داشته باشید. میگه که من این هم، یعنی که از کجاست اونها؟ میگه هم من امریکا، آنها از امریکا هستند، آنها از امریکا هستند. میگه که هم زملاؤک، آیا آنها همدرسان تو است؟ ببینید یعنی که آیا. و هل در زبان عربی معناش آیا. هم یعنی که آیا آنها زملاؤک رفیقای تو هستند. ما و شما در درس گذشته زمیل را خوانده بودیم، زمیل، اما اینجا در زملا میخوانیم. زملا، زملا جمع زمیل هست. زمیل یک همدرس و زملا جماعتی همدرس، یعنی از سه کس زیاد، از دو کس زیاد، سه کس و از سه کس زیاد را زملا میگویند. همچنین در اینجا یک قاعده هم هست در یادتون داشته باشید. هر کجای در بالای همزه، در بالای واو همزه را دیدید حتما اون را پیش بدهید، اون را پیش. مثلا ببینید که زملاؤک، زملاؤک، اگر همین حرکت هم نباشد بدانید که اون دمه هست، بالای همزه دمه دارد. جایز نیست که بگی زملاؤک یا زملائک و واو بنویسی. واو که نویسی زملاؤک می شود، یعنی در بالای واو اگر همزه باشد این دلالت به این میکند که اون دمه هست، یکمش. و دویمش دلالت به این میکنه اگر که ساکن باشد دلالت به این میکنه پیش از اون دمه هست، پیش از اون دمه هست. این قاعده هم در ذهنتون داشته باشه. مثلا که مؤمنون، مؤمنون میم هست، واو می نویسی، در بالاش همزه می نویسی، نه که همزه را ساکن میمونی و پیش از واو، پیش از همزه که حرف میم است ایرا دمه میتی، پیش میتی. بعد میگی که مؤمنون، مؤمنون با طریقی چی نوشته می شود؟ میم و واو در بالاش همزه. و در اونجا ما قبلش یعنی پیش دمه میتی، در اینجا خودی همون همزه را دمه میتی، زملاؤک. یعنی که آیا اونها هم درسان تو است. و که ضمیر هست، ضمیر مفرد و مخاطب و مذکر و بارز. درسای گذشته این کلمات رو یک تا به یک تا بیان کرده بودیم. میگه که نعم، بله، هم زملائی، ویها هم رفیقان من هستند، هم درسان من هستند. هم زملائی، ویها هم درسان من هستند. ببینید در اینجا زملائی همزه کسره که گرفت برای خاطر واو رو ننویستند، واو رو برای خاطر ننویستند.
زملائی. هم فی فصلی، میگوید که ویها در صنف من هستند. ببینید در اینجا هم ضمیر است، ضمیری غائبی جمع هست، ضمیر غائب جمعی بارز است. زملائی یا که در آخرش است ضمیر است، ضمیر متکلمی مؤنث یا مذکر هست، مفردی مذکر یا مؤنث است. زملائی یعنی رفیقای من. هم زملائی ویها همدرسان من است. هم فی فصلی، هم ویها همچنین ضمیر جمع غائب برای مذکر. فی فصلی، فصل صنف می شود. فصلی شد صنفی من، یا یکی در آخرش هست این ضمیر متکلم می باشد، ضمیر متکلمی متصل می باشد، منفصلش انا می شود و متصلش اینمین یا می شود که فصلی یعنی صنفی من. پس می شود که نعم هم زملائی، بله آنها هم درسان من هستند. هم فی فصلی ویها در صنف من هستند. نگوید که اهم مجتهدون، اهم مجتهدون، آیا ویها اجتهاد کننده هستند؟ آیا ویها مجتهدون اجتهاد کننده هستند؟ ببینید آیا هم ویها ضمیر است، ضمیری غائب برای جمع مذکر. مجتهدون، ما شما مجتهد را در درس گذشته خوانده بودیم، مجتهدون کوشش کننده خوانده بودیم، اما اینجا مجتهدون یعنی که کوشش کننده ها، کوشش جمعش مجتهدون یک کوشش کننده، مجتهدون کوشش کننده ها. برای خاطر این درس همچنین موضوع جمع می باشد، بسیار با دقت باشید. میگوید که اهم مجتهدون، آیا آنها کوشش کننده هستند؟ آیا ویها کوشش کننده هستند؟ در جواب میگوید که نعم، بله هم مجتهدون ویها کوشش کننده هستند، هم مجتهدون ویها کوشش کننده هستند. ببینید هم ضمیر هست، مجتهدون جمع هست، مفردش چی است؟ یعنی اتش بگیم چی میگه؟ مجتهد، جمعش مجتهدون. در ذهنتون داشته باشید. میگوید که ما ببینید اسما را ببینید در آخرش واو نویستگی است، در بالاش همزه است و حرکت چه نمانده است. ما و شما چند لحظه پیش گفتیم که واو باشد در بالاش همزه باشد اگر اون را دمه میتیم، اگر خودش حرکت قبول کند دمه را قبول میکند. انا همینجا همون هست، همون مثال شما تطبیق بکنید. ببینید حرکت نیست، لکن کدام حرکت بتیم؟ ما اسماءهم یا ما اسمائهم، کدامیش بتیم؟ دمه را میتیم. ما اسماءهم بگن به خاطر چی؟ به خاطر یکم که قاعده نوشتن که واو هست در بالاش همزه است، بالا این دمه قبول میکند. دوم که این خبر میباشد یا مبتدا هست. ما اسماءهم یعنی که نامهای آنها چیست؟ ما اسماءهم نامهای آنها چی است؟ ببینید هم در اینجا ضمیر است، ضمیری متصل هست، متصل جمعی مذکری غائب. این کلمه ها را در ذهنتون بیارید. ببینید اسماءهم، اسماءهم یاسر و زکریا و موسی و عبدالله. ببینید میگه که اسماءهم یعنی که نام های اونها، اسماءهم همچنین ضمه میتیم برای مبتدا است. اسماءهم، اسماءهم نام های اونها. یاسر یاسر است یعنی که یکش یاسر نام دارد، و زکریا و دیمش زکریا نام دارد، و موسی و سیمش موسی است، و عبدالله و چهارمش عبدالله نام دارد، یعنی که نام هاش گفت. ببین یاسر و زکریا و موسی و عبدالله. در اینجا همچنین شما اهمیت بدید اعراب را. اسماءهم مبتدا است، یاسرون خبر هست، یاسرون خبر هست، و زکریا عطف به یاسر هست، مرفوع هست، علامت رفعش ضمه مقدره هست، ضمه مقدره، ضمه مقدره است. باید رنگ همین یاسرون بری، باید زکری یا مثلا آخرش تنوین بگیم ضمه میگرفت، اما نگرفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آخرش الف دارد، الف ممدوده قبول نمی کند. و موسی، و موسی همچنین باید اصل مرفوع باشد، لیکن اینجا میگیم ضمه مقدره است. ضمه ظاهره و مقدره ما درسای گذشته گفته بودیم، اونها را در ذهنتون بیارید. و موسی اینجا مرفوع است،
علامت رفعش ضمه المقدره، میگید که منع من ظهورها التعذر. و عبدالله، عبدالله، عبدو ببینید رنگ یاسرو برای دمه گرفت، برای قبول میکند. لیکن برای چی یاسرون تنوین گرفت، عبدون تنوین نگرفت؟ برای چی؟ سببش در چی است؟ سببش در سوی گذشته در ذهنتون داشته باشید، عبدو مضاف است، اللهی مضاف الیه هست. و از همین حساب مضاف هیچ جگاه گفته بودیم الف لام قبول نمیکند یا تنوین قبول نمیکند. عبدو مضاف است، برای همین تنوین قبول نکرده است. یاسرون که مضاف الیه نیست، تنوین قبول کرد، یاسرون گفتیم. عبدو عبدون گفته نمیتونیم به خاطر اینکه مضاف است. میگه که اسماءهم، نامهای اونها، یاسرون و زکریا و موسی و عبدالله، یعنی که نامهای اونها یاسر است و زکریا است و موسی است و عبدالله است. و من هؤلاء الرجال القصار، و من هؤلاء الرجال القصار، و کیست اینها مردهای کوتاه، و کیست اینها مردهای کوتاه. ببین و من هؤلاء، و کیست اینها، و کیست اینها، الرجال مردها، القصار کوتاه ها. رجال جمع رجل هست، رجل ما و شما خوانده بودیم که مرد، رجال مردها. قصیر خوانده بودیم قد پست، قصار قد پست ها، کوتاه ها. این جمعش می باشد. و من هؤلاء، هؤلاء را مفردش چی است؟ هؤلاء را مفردش هذا، هذا، هذا این اسم اشاره للقریب است. هؤلاء اسم اشاره للقریب است لیکن جمع هست. هؤلاء اینها. و کیست اینها مردهای کوتاه؟ این مردهای کوتاه کی است؟ میگوید که هم حجاجون، هم حجاجون، و اینها حاجی ها هستند. هم این چی است؟ ضمیر است. ضمیری چی است؟ تکرار کنید. حجاجون حاجی است. حاجون یک حاجی را میگن عرب ها. حجاج جمع حاجی است. حاج گفت یک حاجی، حجاج گفت حاجی ها. هم حجاجون، و اینها حاجی ها هستند. من این هم، از کجاست اونها؟ من این هم، از کجاست اونها؟ هم ضمیری چی است؟ ضمیر را در یادتون بیارید. هر جایی که ضمیر را که دیدید یک بار تکرار کنید تا در ذهنتون خوب شیشتن. یک بار تکرار کنید، تکرار کنید تا اینکه در ذهنتون خوب بماند. من هم، کیست آنها؟ من این هم، از کجاست آنها؟ میگوید که بعضهم من الصین و بعضهم من الیابانی، بعضی اونها از سین است و بعضی اونها از یابان است. بعض با تاجیکی ما شما بعض می شود. مثلا 10 نفر باشد، میگن از کجاست؟ میگه که بعضش از سین هست، از خیتای است، و بعضش از یپونی است. یعنی که نیمش از یپونی است و نیمش از خیتای است، یا چند تاش از یپونی است و چند تاش از خیتای است. بعضهم یعنی بعضیشان من الصین، از سین است، و بعضهم من الیابانی، و بعضیشان از یپونی است. ببینید در اینجا بعضهم، هم چی است؟ ضمیر است. ضمیر چی است؟ غایب است و بارز است و متصل است و برای جمع مذکر استفاده برده می شود. انا اینطور تکرار کنید. این موسی، در دومش میگه که این موسی و اصدقاؤه، موسی کجاست و رفیقایش، این رفیقایش کجاست؟ موسی کجاست و رفیقایش کجاست؟ ببینید این موسی، موسی کجاست؟ و اصدقاؤه، و رفیقاش کجاست؟ اصدقا را ببینید واو هست، آخرش در بالای واو فتحه، در بالای واو همزه است. اگر حرکت هم نمیداشت ما میدونستیم که این باید دمه خوانده شود. اصدقاؤه، اصدقاؤه یعنی که رفیقایش. صدیق ما و شما خوانده بودیم رفیق، صدیق رفیق. اصدقا جمع همون صدیق است. صدیق یک رفیق، اصدقا جمع رفیق یعنی بسیار رفیقها. ببینید اصدقاؤه، هو ضمیر هست. ضمیری چی است؟ ضمیر غائبی متصلی مذکر است. ضمیر غائبی متصلی مذکر است و متصل است. و اگر همین را ما منفصلش بیاریم چه خیلی میاریم؟ منفصلش چی بود؟ منفصلش هو. هو ضمیر غائبی مفردی منفصلی بارز می باشد، للمذکر، برای مذکر هست هو. لیکن اگر چسبید در این صورت میگه که اصدقاؤه، اصدقاؤه یعنی رفیقای وی. هو یعنی هو. این ضمیر است که چسبیدگی است در اسم.
میگوید که ذهبوا الی المطعم، ذهبوا الی المطعم، یعنی که رفتن آنها به مطعم، رفتن آنها مطعم. مطعم یعنی که آشخانه. ذهبوا رفتند آنها. ببینید این ضمیر را یکم بار ما و شما میخونیم، این ضمیر را یکم بار خونده ایستادیم. نه که گفته بودیم که ما 40 چند ضمیر را گفتیم و تقریبا 12 ضمیر دیگر ماندگی هست، 12 یا 14 ضمیر دیگر نگفته ماندگی است. اون ضمیر انا همین ضمیر می باشد که این را یکم بار میخونید اهمیت بدهید. این چی است؟ ذهب فعل است و واوی که در آخرش میبینید واو بعدش الف، انا همین واو ضمیر هست. چخیلی که ما بگیم که ضربه زد وی را یا ضربهم زد وی ها را، ببینید در اینجا ذهبوا انا همین واو خودش ضمیر هست. در اونجا ضربه هو ضمیر بود، ضربهم هم ضمیر بود. در اینجا ذهبوا یعنی که همین واو خودش چی است؟ ضمیر است. ذهبوا همین واو ضمیر هست. این را ضمیر متصل مرفوعش میگن، ضمیر متصل مرفوع، ضمیر متصل مرفوع در ذهنتون داشته باشید. ذهب فعل ماضی و واو فاعلش است. ما گفتیم که فعل هیچگاه به فاعل نمی شود، این واو فاعلش است. میگم ضمیر متصل مبنی على السکون فی محل رفع فاعل، در محل رفع است، در جای رفع است، یعنی فاعل گفتیم همه وقت مرفوع می شود. مثلا که ذهب اگر هم جدا نام بمونه، مثلا که ذهب محمدون، محمدون میگویی برای فاعل مرفوع می شود. لیکن ذهبوا اینجا ساکن هست، واو ساکن گرفتگی است. پس چی میگیم؟ میگیم که فی محل رفع، در جای رفع است و فاعل هست، یعنی که رفتند آنها. کی رفتند؟ آنها رفتند. پس ذهبوا ضمیر متصلی جمع می باشد، جمع مذکر. در این جمع چنین جای قید است که من ذکر کنم، مثلا ذهب فاعلش هو می شود، ضمیر مستتر می شود. ذهب هو ضمیر مستتر می شود، یعنی که در تحتش است. ما بارها این را تکرار کردیم. مثلا اکتب بنویس، گفتیم در تحتش ضمیر است که انت، یا اذهب برو انت، یا اقرا بخون ضمیر گفتیم مثل انت. و همچنین ذهب ضمیر دارد در تحتش که انت، ذهب هو. و ذهب می شود الف با می شود، ضمیر الف می شود. ذهب رفتن دو کس، و ذهبوا رفتن همه مردها. ذهب یک مرد رفت، یک مرد رفت ضمیر دادتش یک مرد. ذهب رفتند دو مرد. ذهبوا رفتن همه مردها. در ذهنتون این سه طرح بگیرید. ذهب رفت یک مرد، ذهب رفتن دو مرد، ذهبوا رفتن همه مردها. الى المطعم با مطعم یعنی که با آشخانه. ذهبوا الى المطعم یعنی که آشخانه رفتند. و در جا میگه که تمارین جمع تمرین می باشد، یعنی که مشق ها. تمارین را ما گفتیم تمارینون گفتن جایز نیست. برای چی؟ در ذهنتون بگیرید. رقم یک، حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية الى جمع. میگوید که حول یعنی تغییر بده. فاعلش انت است. ببین حول انت یعنی تغییر بده تو. المبتدا مفعول به است، مبتدا را. فی کل من الجمل الآتیه در هر یک از جمله های می آمدگی الی جمع به جمع. هر یک تمیز میگم مبتدا را بگیر تو جمعش بکن. تغییر بده مبتدا را، خودش مفرد میارد، میگه همین را بگیر جمعش بکن. در اینجا ببینید مثال آورده که هذا طالب، هذا مبتدا است مفرد است، طالب خبر است مفرد است، هر دوش مفرد هستن، این یک است. هذا طالب این یک است، طالب است. ببین یک است. همین را میگه بگی جمعش، که در آخر ببینید در درون قوس خودش همین طالب جمعش آورده است. به خاطر اینه که شاید بعضیا نمیدونن جمع طالب چی میشود، برای خاطر در اینجا آورده است که طلاب یعنی طلبه ها. پس میشد که هؤلاء طلاب، اینها طلبه ها هستند. هؤلاء طلاب. ببین هذا این برای مفرد است و برای قریب است. هؤلاء
همچنین برای قریب است لیکن برای جمع است. هذا برای قریبی مفرد است، هؤلاء برای جمعی قریب هست، برای جمعی قریب هست. در ذهنتون خوب داشته باشید. میگه هؤلاء طلاب، آنها طلبه ها هستند. ببینید رقم 1 را ببینید. هذا تاجر، میگه این بیزنسمن هست. این را ببینید هر چه جمع کنید بگید که اینها بیزنسمن ها هستند. چطور میگوید؟ ببینید در آخر در درون قوس آورده است که تجارون، تاجر یک بیزنسمن، تجارون بیزنسمن های بسیار. پس میگوید که هذا را جمعش چی بود؟ هؤلاء. هؤلاء میگوید که هؤلاء تجارون، یعنی که اینها بیزنسمن ها هستند. همین طور کرده می نویسید. پس هؤلاء مبتدا است، تجارون خبر هست. و در اینجا رقم 1 هذا مبتدا است، تاجرون خبر هست. همش مبتدا و خبر هست، فقط مفرد هستن باید جمعش کنید. یعنی یک تا هستن، شما باید بگیرید برای جماعت بگویندش. دیگر اعراب نمیکنیم زیرا اینکه وقت مون نگیرد. همه اینها مبتدا و خبر هست. رقم 2 رو ببینید. هذا حاج، این حاجی است. هذا حاج، این حاجی است. هذا مفرد است، حاجون مفرد است، یعنی که این یک است، حاجون یک حاجی است. لیکن در درون قوس ببینید حجاجون، حاجی ها. پس شما باید اینجا جمع بیارید. میگه که هؤلاء حجاجون، یعنی که اینها حاجی ها هستند. رقمی 3. هذا رجل، این مرد است. هذا یک است، رجل یک است، مرد، یک مرد. ببینید همین را جمع باید کنید. جمع رجل رو در درون قوس آورده است که رجالون. پس می نویسید که هؤلاء رجالون، یعنی که اینها مردها هستند. رقم 4. هذا کبیرون، این کلان است. این کلان است و مفرد است، یعنی یک است. این یک است، کلان است، یک کلان است. ببینید در درون قوس کبیرون جمعش کبار می شود، کلان ها. پس در اینجا می نویسید که هؤلاء کبارون، آنها کلان ها هستند، اینها کلان ها هستند. رقمی 5. هذا صغیرون، این میده است، خرد است. صغیرون میده است، خرد است. صغیرون جمعش صغارون می شود. درون قوس رو ببینید، صغارون. پس می شود که هؤلاء صغارون، هؤلاء صغارون، یعنی که اینها میده ها هستند. رقم 6 رو ببینید. هذا قصیرون، این کوتاه است، قد پست است. جمع قصیر قصار می شود. درون قوس رو ببینید، قصار. پس می شود که هؤلاء قصارون، یعنی که اینها قد پست ها هستند، کوتاه ها هستند. رقم 7 رو ببینید. هذا طویل، این قد بلند است. جمع طویل طوالون می شود. پس میگوید که هؤلاء طوالون، اینها قد بلند ها هستند، قد دراز ها هستند. رقم 8 رو ببینید. هذا ولدون، این کودک است، یک کودک، مفرد است. و ولدون یک کودک، جمعش باشد اولادون، اولادون یعنی کودک ها، فرزند ها. پس می نویسید در اینجا که هؤلاء اولادون، یعنی که اینها کودک ها هستند، اینها پسرها هستند. رقمی 9. هذا ابن، این پسر است. ابن یک پسر، این پسر است. پس همین را جمع که بگوید ابن یک پسر، ابناء پسرها. پس میگوید که هؤلاء ابناء، یعنی که اینها پسرها می باشند. هؤلاء ابناء، اینها پسرها می باشند. ابناء کردگی است. در اینجا هؤلاء ابناء شود یا ابناء، اونها پسرها هستند. رقم 10. هذا عم، این عمک است. عم رو ما و شما درس گذشته خونده بودیم. عمون عمک، یعنی که اکا و دادر پدر، اکا و دادر پدر رو عم میگن. ما و شما تاجیکا عمکش میگیم. هذا عمون، این عمک هست، این عمک هست. ببینید عمون جمعش اعمامون میشود، اعمامون یعنی عمک ها، عمک ها. پس میگوی که هؤلاء اعمامون، یعنی که آنها عمک ها هستند، آنها اینها عمک ها هستند. رقم 11. هذا شیخ، این مستفید است. شیخ مستفید رو میگویند. پس این یک شیخ است. اگر که جمع باشد جمع شیوخ میشود، شیوخون. پس میگوی که هؤلاء شیوخون، اینها مستفید ها هستند. هؤلاء شیوخون یعنی که اینها مستفید ها میباشند، مستفید ها هستند. رقم 12. هذا ضیف، این مهمان است. ضیف مهمان، یک مهمان. اگر مهمان بسیار باشد می شود که ضیوفون، ضیوفون، ضیفون، ضیوفون یعنی که مهمان ها.
پس جمعش کردیم در اینجا در جای نقطه می نویسیم که هؤلاء ضیوفون، هؤلاء ضیوفون، یعنی که اینها مهمان ها هستند. رقم 13 را ببینید، هذا زمیل، این رفیق است، هذا زمیل، این رفیق است. و زملاء در درون قوس ببینید زملاء، پس شما میگویید که هؤلاء زملاء، اینها رفیقا هستند. آیا جایز است ما بگیم که هؤلاء زملاء؟ جایز است؟ نه، جایز نیست. برای چی؟ سببش در چی است؟ سببش در این است که ما و شما درس گذشته میگفتیم که اگر که علامت تانیث در اسم باشد، اگر پس اون اسم تنوین قبول نمی کند. ما میگفتیم که علامت تانیث یتش ت است، مثلا فاطمه تو ت است، ت که باشد، یا طلحه تو ت است، طلحتون گفتن جایز نیست، یا فاطمه تون گفتن جایز نیست، یا آمینه تون گفتن جایز، باید آمینه تو بگیم، تنوین قبول نمی کند، ممنوع من صرف است یا غیر منصرف است، هر دو یک چیز است، ممنوع من صرف یا غیر منصرف، هر دو یک معنی دارد. پس همین زملاء قبول نمی کند. ما شما یک علامت چه میگفتیم، دو تا دیگه چه میگفتیم، شاید شما بعضیا میفهمیدین بعضیا نمیفهمیدین که من چی گفته ایستادم. یعنی که میگفتم که الفی ممدوده باشد یا الفی مقصوره باشد. الفی ممدوده باشد علامت تانیث، الفی مقصوره باشد علامت تانیث. پس ببینید بعضی وقتا مثالم آورده بودم که با مثل صحرا، صحرا الف ممدوده دارد آخرش، یا لیلا الف مقصوره دارد آخرش، برای خاطر اینها تنوین قبول نمیکنن. پس انا همین زملا، همون گپی که من میگفتم در سوی گذشته که علامت تانیث اگر الف ممدوده باشد، الف ممدوده این همین است. ببینید زملاء اصلی کلمه ز و میم و لام هست و این الف و همزه که در آخرش هست این زیاتی است، این زیاتی است و این را علامت تانیث دادگی هستند و میگویند که هر اسم اگر انا همین طور الف و همزه زیاتی ای مفردش اگر قش شود اون تنوین قبول نمی کند و غیر منصرف است. زملا او میگوی، زملا اون گفتن جایز نمی باشد، زملا اون گفتن جایز نمی باشد. پس در هر جایی که این مسئله که آمد، این که آمد، پس شما بر بگردید به اصل کلمه. مثلا زمیلون رفیق، ببینید ز و میم و یا و لا لام، لیکن زملا او در اصل کلمه زمیل ما الف نداشتیم، همزه نداشتیم، الف و همزه نداشتیم. پس معلوم شد که این الف همزه زیاتی است، برای جمع آمدگی است و این علامت تانیث است. زملا او هم درس ها و این همچنین تنوین قبول نمی کند. این فایده امروزه ما و شما، فایده تطبیقی که در اینجا میدن، در حال چند بار می آید انشاءالله اشاره میکنم هر دفعه که آمد. رقم 14 هذا فقیر، این کم بغل هست، فقیر کم بغل نادار، این کم بغل هست. جمع فقیر فقراء می شود، جمع فقیر فقراء می شود. پس ما همین رو جمع کردیم، چخیل میگوییم در جای نقطه می نویسیم که هؤلاء فقراء. آیا جایز است؟ پس سوال، آیا جایز است ما بگیم که هؤلاء فقراء؟ جایز است؟ جوابش رو حتما باید بگویید، زیرا که حاضر ما گفتیم جوابش رو نه جایز نیست. پس دلیل چی است که جایز نیست؟ برای چی جایز نیست؟ به خاطر اینه که این فقراء الف همزه ای اصل کلمه نیست و این تانیث است، دلالت به تانیث میکند، علامت تانیث، و این چی هست؟ و این ای اصل کلمه نیست و این قبول نمیکند و این تنوین رو قبول نمیکند. برای هم خاطر پس شما مناسید که هؤلاء فقراء، یعنی که اینها کم بغل ها هستند. فقراء تنوین رو قبول نمی کند، همزه الف و همزه زائده می باشد. ببینید فقیر الف ندارد و همزه ندارد، لیکن فقراء در جمعش الف و همزه دارد، از این حساب این قبول می کند، تنوین رو قبول نمی کند. رقم 15 هذا غنی، این بای است، هذا این غنی بای است. ببینید اگر جمعش اولا جمع غنی اغنیا می شود، اغنیا یعنی بای ها، غنی یک بای، اغنیا بای ها. پس در این جمع شما منظم که هؤلاء اغنیا او،
اغنیاء، یعنی که اینها بایها هستند. هؤلاء اغنیاء یعنی که اینها بایها هستند. پس اغنیا تنوین را همچنین قبول نمی کند، برای در آخرش الف و همزه زائده است. الف و همزه زائده می باشد. اهمیت ببینید غنی در مفردش یک بای همزه ندارد و همچنین الف ندارد، لیکن اغنیا که شد در آخرش همزه و الف شد، پس این تنوین قبول نمی کند، ممنوع من صرف شد. رقم 16 هذا صدیق، این دوست است، این رفیق است. هذا این یک است، صدیق دوست است. پس ببینید صدیق جمعش اصدقاء می شود. اصدقاء یعنی دوست ها، رفیق ها. پس جمعش می نویسید شما که یعنی کمین مبتدا و خبری که هذا صدیق مفرد است، جمعش کردن در کور است. پس می نویسید که هؤلاء اصدقاء. اصدقاء اون گفتن جایز نیست، چخیلی که بارها تکرار کردیم. اصدقاء گفتن جایز نمی باشد، برای آنکه الف و همزه در آخرش زائده است. و رقم 17 هذا طبیب، این طبیب است، این پزشک است، دکتر است، یک است. طبیب جمعش اطباء می شود. اطباء، ببینید اطباء. پس در اینجا ما شما می‌بینید که هذا هؤلاء اطباء، یعنی که اینها دکترها هستند. اطباء، اطباء گفتن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه در آخرش الف و همزه زائده است. طبیبون ببینید الف و همزه ندارد، لیکن در جمعش اطباء الف همزه زائده شد در آخرش. البته اهمیت دارین الف و همزه در آخر باشد، در بین نه، در اول نه، در آخری کلمه باشد، در صیغه جمعش در آخری کلمه باشد و در مفردش نباشد. و رقم 18 هذا فتن، یعنی که این جوان است. هذا فتن، این جوان است، جوان پسر. جمع فتن فتیتون می شود. فتیتون، فتیتون یعنی جوان ها. پس شما می نویسید که هؤلاء فتیتون، یعنی که اینها جوان ها هستند. رقم 19 هذا انون، ان کردگی از خطا است. هذا اخون، اونون خی کنید. کسی کتاب رو دارد خی بکند، کسی که ندارد پس ببینید که این خی است، نون نیست. هذا انون، انون نه، اخون. هذا اخون، یعنی که این برادر است. هذا اخون، این برادر است. و اخونا جمعش در دور قصد بینید که اخوتون، یعنی برادرها. اخوتون برادرها. پس می نویسید که هؤلاء اخوتون، یعنی که اینها برادرها هستند. هؤلاء اینها اخوتون برادرها هستند. رقم 20 هذا جدیدون، این نوع است. هذا جدیدون، این نوع است. جدید نوع، یک تا نوع. اگر جمع باشد جدودون، جدودون یعنی نوعها. جدیدون یک نوع، جدودون نوعها. جدیدون یک نوع، جدودون نوعها. پس می نویسید که هؤلاء جدودون، یعنی که اینها نوعها هستند. رقم 20 هذا مدرسون، این استاد است. مدرس استاد است، درس گوینده است، معلم هست. هذا مدرسون، این مدرس است. جمع مدرس مدرسون می شود. مدرسون یک استاد، مدرسون استادها. مدرسون استادها. پس می شود که هؤلاء مدرسون، یعنی که آنها استادها هستند. در جای نقطه می نویسید که هؤلاء مدرسون، یعنی که اینها استادها هستند. رقم 22 هذا مهندسون، هذا مهندسون یعنی که این انجینیر هست. مهندسون انجینیر و مهندس یک تا انجینیر. اگر جمعش بگیم میگیم مهندسون، مهندسون یعنی که اینها انجینیرها هستند. اینها انجینیرها هستند. پس می نویسید که هؤلاء مهندسون، یعنی که اینها انجینیرها هستند. رقم 23 هذا فلاح، این دهقان است. هذا این فلاح دهقان است. فلاح یک دهقان. اگر جمع کردنی که باشه میگیم فلاحون، فلاحون یعنی دهقان ها. پس می نویسیم که هؤلاء فلاحون، یعنی که اینها دهقان ها هستند. هؤلاء اینها فلاحون یعنی دهقان ها هستند. رقم 24 هذا مجتهد، یعنی که این کوشش کننده است. هذا مجتهد یعنی که این کوشش کننده است. مجتهد یک کوشش کننده. اگر جمع شه بگیم میگیم که مجتهدون یعنی کوشش کننده ها.
مجتهدون، یعنی کوشش کننده ها. پس می نویسیم که هؤلاء مجتهدون، یعنی که اینها کوشش کننده ها هستند. رقم 25 هذا مسلم، هذا مسلم، یعنی که این مسلمان است، یک مسلمان. هذا مسلم، یک از در پیش باشه یا مرد میگیم هذا مسلم، یعنی که این مسلمان هست. و جمع مسلمان مسلمون، مسلمون یعنی مسلمان ها. پس می نویسید که هؤلاء مسلمون، اینها مسلمان ها هستند، اینها مسلمان ها هستند. پس این بود مبتدا و خبر که هر یک تایره ما و شما مفرد بود جمعش کردیم. پس هذا معلوم بود که اسم اشاره برای قریب است و مذکر هست. هؤلاء اسم اشاره برای بعید می باشد، برای مذکر و مؤنث است، برای مذکر و مؤنث است. اهمیت بدید. هذا فقط برای مذکر است مردانه، لیکن هؤلاء برای مذکر و مؤنث است، برای مرد زن یک است. در ذهنتون داشته باشید. پس میگذاریم بعد تمرین دوم. در تمرین دوم میگوید که حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال. میگوید که حول یعنی تغییر بده، دگرگون کن. فاعلش انت، تغییر بده تو. مفردات التي کلمه های را کی تحتها خط، در تحتش خط است، در تحتش خط است. ببینید در پایان بعضی کلمه را در تحتشون خط کشیدگی است، در تحتش خط است. خط گفته خط به توجه خط. الى جموع همون را جمع بکن. میگه حاضر ما شما در بالا جمع را خوندیم، چی نمو جمع میشود. همین کلمه را هر یک کدامش میگه جمع بکن. کما هو موضح فی المثال، چی طوری که اون موضح است، یعنی روشن کرده شده است در مثال، روشن کرده شده است در مثال. موضح میگه، موضح نه، موضح. موضح که گفتیم یعنی روشن کرده شده در مثال است، لیکن موضح گفتیم اگر روشن کننده در مثال است. ترجمه را ببینید. یا موضح، موضح چی فرق کرد؟ موضح یعنی روشن کرده شده، موضح روشن کننده. موضح اسم فاعل است، موضح اسم مفعول هست. پس مثال را ببینید. مثال من هذا الرجل، این مرد کیست؟ من هذا الرجل، این مرد کیست؟ رجل مفرد است نه، یک مرد. رجل یک مرد. هو حاج میگه وای حاجی است. هو حاج، حاجی یک حاجی، وای حاجی است. من هؤلاء الرجال، ببینید کیست آنها؟ مردها. کیست اینها؟ مردها. هؤلاء اینها، الرجال مردها. رجل یک مرد، رجال مردها. یا که هذا اسم اشاره برای یک است، قریب برای یک مرد. هؤلاء اسم اشاره برای جمع. اهمیت بدید. هم حجاجون، هم حجاجون یعنی که وایها حاجی هستند. ببینید در اول گفت که هو حاجون، وای یعنی که اسم ضمیر مفرد آورد، لیکن هم حجاجون در هم ضمیر جمع آورد، به خاطر اینکه حجاج جمع است، یعنی که حاجی ها. حاج در اولش آورد، در دیمش حجاجون. حاج یک حاجی، حجاجون جمع حاجی ها. اکنون مثال را که فهمیدیم، در این پایان برای ما و شما مثال میتید. اکنون باید خودمون کار کنیم، میبینیم که چطور کار میکنیم. میگوید که رقم یک را بینید. میگوید که من این هذا الطالب، من این هذا الطالب یعنی که از کجاست این شاگرد. من این هذا الطالب، از کجاست این شاگرد. میگوید که هو من الهندی، وای از هند است، از هندوستان است. پس در درون در جای نقطه باید ما و شما بنویسیم. می نویسیم که پس بگیرید یک روکچه و دفتر رو بنویسید یا اهمیت بدید. من این، من این می نویسیم چطوری که در رقم یک رو ببینید نوشتگی است. هذا مفرد است، جمعش کردن در کار است. چطور جمعش میکنیم؟ هؤلاء. طالبون مفرد است، جمع کردن در کار است. جمع طالب چی میشود؟ طلاب. پس می نویسیم که من هؤلاء، من این هؤلاء الطلاب. پس هو من الهندی، می نویسیم که هم، هو یعنی یک است، یا طالب از هند است. لیکن وقتی که گفتیم که از کجاست این طلبه ها، پس می نویسیم که هم یعنی که آنها من الهند، از هند هستند. هم یعنی آنها از هند است. پس می نویسیم هو و یک است، هم آنها جمع. رقم دو این التاجر الكبیر، این التاجر الكبیر هو فی السوق. میگه که کجاست بیزنسمن کلان، بیزنسمن کلان یعنی که بیزنسمنی که بسیار کلان شده است. هو فی السوق میگه وای در بازار هست. هو فی السوق وای در بازار هست. ببینید این تاجرو، تاجرو مبتدا مؤخر است.
الکبیر صفت تاجر هست. التاجر مفرده، برای خاطر الکبیر را مفرد آوردیم. بارها در صفت و موصوف یا که در نعت و منعوت در سوی گذشته این را تاکید کرده بودیم. تاجر مفرده، صفت هم باید مفرد بیاریم. الکبیر. پس میگوید که همین تاجر را بگی جمع کن. تاجر یک بیزنسمن. وقتی جمعش کنیم چطور جمعش میکنیم؟ تاجرون یک بیزنسمن. بگیم بیزنسمن ها چی میگیم؟ تجارون. تجارون بیزنسمن ها. پس می نویسیم در این جای نقطه که این التجار کبیر مفرد است. این کبیر هم باید ما جمع کنیم. برای صفت تجار شد، صفت جمع شد. این هم جمع میکنیم. می شود که کبارون. این التجار الکبار. می نویسیم این التجار الکبار، یعنی که کجاست بیزنسمن های کلان ها، بیزنسمن هایی که کلان هستند. پس میگوید که هو فی السوقی، وی در بازار هست. پس در اینجا می‌نویسیم که هم فی السوق، یعنی که وی ها هم بیزنسمن ها در بازار هستند. همینطور نوشته میکنیم. رقمی 3. این المدرس الجدید، یعنی که مدرس نو کجاست؟ المدرس استاد، یک استاد. اگر جمعش کنیم میشود مدرسون. این بعد می نویسیم که این المدرسون الجدد. یعنی که کجاست مدرس های نو. این کجاست؟ المدرس استاد. الجدید نو، یعنی که یا استاد و نو یک کس. و جمعش میکنه میشود که المدرسون الجدد. هو عند المدیر میگد. هو عند المدیری، وی در نزد مدیر هست. همون یک استاد نو در نزد مدیر هست. پس می نویسیم که اگر جمعش که کردیم بعد در دومش می نویسیم که هم عند المدیری، یعنی که وی ها در نزد مدیر هستند. برای که مدرس هم مدرسون کرده، مدرس ها. پس میگیم وی ها یعنی مدرس ها عند المدیری در نزد مدیر هست. رقمی 4. این الطالب الجدید، شاگرد نو کجاست؟ این الطالب الجدید، یعنی که شاگرد نو کجاست؟ ببینید الطالبو یک طالب است، الجدیدو یک تا نو. و همین را اگر جمعش کنیم چی طور میکنیم؟ طالب هم میگیریم طلاب میکنیم، جدید هم میگیریم جدود میکنیم. پس میشود که این الطلاب الجدد. این الطلاب الجدد، یعنی کجاست؟ طلبه های نو. بعد در دومش میگه که اهو فی الفصل، آیا وی در صنف است؟ همین طالب نو در صنف است. وقتی که جمع کی کردیم این طلاب الجدود که گفتیم، پس این اهو فی الفصل همچنین جمع میکنیم. می نویسیم، هو را هم می نویسیم. اهم فی الفصل، آیا وی ها در صنف هستند؟ یعنی طلبه های نو در صنف هستند. رقم 5. اهذا طالب، اهذا طالب غنی، اهذا طالب غنی، یعنی که آیا این شاگرد بای است؟ اهذا طالب غنی، آیا این شاگرد بای است؟ در اینجا ببینید هذا مفرد است، هذا را باید ما جمع کنیم، می شود هؤلاء. طالبو مفرد است، باید ما جمعش کنیم، می شود طلابو. غنی مفرد است، باید جمعش کنیم، می شود اغنیاء. پس انمی طور می نویسید. می نویسید که می نویسید که اهؤلاء الطلاب اهؤلاء الطلاب اغنیاء. اغنیاء تنوینش نمیتید. برای چی؟ بخاطر اینکه الف و همزه که در آخرش است زائده است. اغنیاء میگوید، می نویسید. لا هو فقیر میگد، نه وی کم بغل هست. وی یا طالب که باشد هو را جمع میکنه می شود هم، می شود که لا هم فقیرون، یعنی که وی طالب ها کم بغل هستند. هم فقیرون، کم بغل هستند. همینطور نوشته اش میکنیم. رقم 6. من هذا الرجل، کیست این مرد؟ میگد هو ضیف، وی مهمان است. ببینید من کیست؟ من می نویسیم چطوری هست؟ هذا مفرد است، باید جمعش کنیم، می شود هؤلاء. الرجل مفرد است، باید جمعش کنیم، الرجال. پس می نویسیم که من هؤلاء الرجال، من هؤلاء الرجال، یعنی کیست
اینها مردها، هو ضیف وای مهمون است. پس ما و شما می نویسیم در دوامش که جمعش میکنیم، هو را جمع میکنیم می نویسیم که هم یعنی وای ها. ضیف مهمان است یا مهمون، مهمون میگیریم جمع میکنیم. چطور جمعش میکنیم؟ ضیوفون، ضیوفون مهمان ها. پس می نویسیم که هم ضیوفون، وای ها مهمان ها هستند. من هذا الرجل، این مرد کی است؟ هو ضیف وای مهمان است مفردش. جمعش که کردیم می نویسیم که من هؤلاء الرجال هم ضیوف، وای ها مهمان ها هستند. رقمی 7. لی اخ کبیر هو طالب بالجامعه. میگوید که من برادر کلان دارم. لی من دارم، اخ کبیر برادر کلان، هو طالب بالجامعه وای دانشجو است در یونیورسیته. بی به معنای فی است، اهمیت بدید. در سال گذشته گفته بودیم بعضی جایها در بی به معنای فی می آید، انا همین جای بی به معنای فی است. بیل جامعه نه فیل جامعه، یعنی که در جامعه. با جامعه یعنی که دانشجو است، با جامعه نه، دانشجو است در جامعه. ببینید لی چطوری کس همین طور می نویسیم، می نویسیم لی اخون جمعش میکنیم. اخ چه جمعش کردیم؟ اخ جمعش اخوه میشد، اخوه. کبیرون جمعش کبارون. پس می نویسیم که لی اخوتون کبارون، یعنی که من برادرهای کلان دارم، من برادرهای کلان دارم. پس هو طالب بالجامعه، پس می نویسیم هو را جمع میکنیم میشه هم، طالبون جمع میکنیم میشه طلابون، بالجامعه چه خیلی هست خیلی می نویسیم. پس می شود که هم طلابون بالجامعه، یعنی که وای ها شاگردها هستند در جامعه، یعنی که دانشجو هستند در جامعه. همینطور نوشته اش میکنیم. رقمی 8. این صدیقک، کجاست رفیق تو؟ صدیقک رفیق تو، صدیق یک رفیق. میگه ذهب الى المکتبه، ذهب رفت، الى المکتبه با یونیورسیته، با طرف یونیورسیته، یعنی که یونیورسیته رفت. معذرت میخوام، الى المکتبه رفت با مکتبه، با کتابخانه. مکتبه کتابخانه، یعنی که رفت با مکتبه. ببینید این صدیقک، صدیقو مفرد است، یعنی که یک تا است، یک تا. اگر جمعش کنیم چیکار میگیم؟ صدیقون اصدقاء. پس میگوید که این اصدقاؤک، یعنی که رفیقای تو کجاست؟ این اصدقاؤک، رفیقای تو کجاست؟ ببینید که ضمیر هست، اهمیت بدید. که ضمیر است، ضمیر متصل است و بارز است و برای مفرد مذکر هست. این صدیقک یعنی کجاست؟ رفیق تو. ذهب، ذهب رفت. ما گفتیم که فعل به فاعل نمی شود، فعل باید فاعل داشته باشد. پس فاعل ذهب که جدا است، فاعل ذهب ضمیر مستتیر هست. ذهب یعنی هو، اصلش ذهب هو الى المکتبه، یعنی که رفت وی، هو ضمیر است، برمیگردد به کی؟ به صدیق، برمیگردد به صدیق. الى المکتبه به جامعه. ذهب هو فاعلش الى المکتبه به کتابخانه، رفت به کتابخانه. ببینید همین را باید ما ذهب الى المکتبه را جمع بکنیم، بگیم که رفتند، یعنی که آنها رفیقا، رفتند رفیقا الى المکتبه به یونیورسیته، به مکتبه، به کتابخانه. پس چی طور میگوییم؟ ذهب را جمع میکنیم. چی طور جمعش میکنیم؟ میگیم که ذهبو. در ذهب فاعل مستتیر در تای همین کلمه ذهب در تاش است، بجا است. لیکن اگر که جمعش کردیم آشکارش میکنیم، میبراریمش بیرون، میگیم که ذهبو، واو می نویسیم، بعد واو یا الف می نویسیم. در بالا این را قید کرده بودیم، ذکر کرده بودیم. پس می نویسیم که ذهبو الی المکتبه، یعنی رفتند شاگردها به کتابخانه. ذهبو میگیم رفتند رفیقا، اصدقاء یعنی رفیقا، به کتابخانه. رقمی 9. محمد له ابن صغیر هو طالب فی المدرسه. محمد میگه پسر خرد دارد، اون شاگرد است در مدرسه، در مکتب، یعنی که وی دانشجو است در مکتب، دانشجو است در مکتب. ببینید محمد له ابن صغیر،
محمد رو می نویسیم چه خیلی که است، لهو رو همچنین می نویسیم، هو ضمیر به محمد است برمیگردد. ابنون، ابن باید جمع کنیم میگیم ابناء. صغیرون باید جمع کنیم میشه صغارون. ابناء صغارون یعنی که پسرهای خرد. پس می نویسیم که محمد له ابناء صغارون یعنی محمد پسرهای خرد دارد. لهو را جمع نمیکنیم، لهم نمیگیم، به خاطر اینکه محمد یک کس است. لهو هو ضمیر به محمد برمیگرده، محمد یک تا است. نمیگیم که محمد لهم برای جمعش کنیم، نه، ضمیر نگاه میکنیم به کجا برمیگردد، به کجا برمیگردد. اگر که احتیاج به جمع کردن باشد اگر جمعش میکنیم، احتیاج که نباشه جمعش نمیکنیم، در اینجا احتیاج به جمع کردن نیست. پس میگیم که لهو ابناء صغار یعنی که پسرهای خرد دارد. میگه که هو طالب فی المدرسه، وای شاگرد است در مدرسه. ببینید هو ضمیر است، مفرد است، باید جمعش کنیم. برای چی؟ به خاطر اینکه هو ضمیر به ابن برمیگردد. ابن را ما جمع کردیم کو، ابن ما گفتیم ابنا گفتیم. وقتی که ابنا که گفتیم پس باید هو را هم جمع کنیم. جمع هو چی است؟ هو یک و یک است، ضمیر غایبی مفرد مذکر. اگر جمعش کنیم چطور میگیم؟ هم. طالبون جمع کنیم طلابون، هم طلابون فی المدرسه می نویسیم. هم طلابون فی المدرسه یعنی که وای ها دانشجو هستند در مکتب میانه، در مکتب. رقم 10 ازمیلک مجتهد، آیا رفیق تو کوشش کننده است؟ نعم هو مجتهد، بله وی کوشش کننده است. ببینید زمیلو را ما جمع کنیم، می نویسیم که الزملاؤک، الزملاؤک. ببینید او را واو می نویسیم، در بالاش همزه می نویسیم، به همزه را دمه می پیم، میشه زملاؤک. الزملاؤک آیا رفیقای تو، مجتهدون مفرد جمعش میکنیم، مجتهدون کوشش کننده ها هستند. پس می شود که الزملاؤک مجتهدون آیا رفیقای تو کوشش کننده هستند. در جواب میگه که نعم بله هو مجتهد، هر دوش جمع میکنیم، هو مفرد مجتهدون مفرد باید جمعش کنیم، مفرد یک است، یک تا. بعد هو را هم میکنیم، مجتهد مجتهدون، پس می شود که هم مجتهدون، وی ها یعنی رفیقای من، همدرسای من، مجتهدون یعنی کوشش کننده ها هستند. پس این بود تمرین رقم 2. بگذاریم بعد تمرین رقم 3. در تمرین رقم 3 میگه که اضیف یعنی که اضافه کن، همراه کن، خوش بکن. الاسماء الآتیه مرة الى اسم ظاهر، الى اسم ظاهر واخرى الى ضمير كما هو موضح في المثال. میگه که اضیف یعنی همراه کن، خوش بکن، فاعلش انت، خوش بکن تو. الاسماء الآتیه نام های می آمدگی را، الاسماء الآتیه نام های می آمدگی را، مرتن یک بار، الى اسم ظاهر به اسم ظاهر، یک بار میگه خوش بکن اسم ظاهر، و اخرى با یک بار دیگر میگه الى ضمیر با ضمیر خوشش بکن. اسم ظاهر یعنی محمد، احمد، عبدالله، مثلا عبدالرحمن، اینا اسم ظاهر هستند یعنی که اسم هستند، علم هستند. و یک بار دیگر میگه با ضمیر خوشش کن. ضمیر ما شما خواندیم که 61 ضمیر، انا ضمیرها را میگن، ضمیر متصل مثلا، ضمیر منفصل مثلا انا، انت، هو، هی، هما، هم، هن خوانده بودیم، یا که انت، انتما، انتم، انتن، یا مثلا ضمیرهای متصل مثلا ضربه، ضربها، یا ضربو، ضربا. خلاصا این چیزایی که خوانده بودیم همونا را در نظر دارد. ضمیر هم 61 ضمیر کدامش که موافق است میگه در اینجا همراه کن. کما هو موضح فی المثال، چی طوری که میگه روشن کرده شده در مثال است، در مثال میگه بیان کردگی است. ببین مثالش ببینید، مثال ابناء یعنی پسرها، ابناء محمدین پسرهای محمد، ابناء محمد اسم ظاهر، محمد اسم ظاهر است، اسم ظاهر است دیدش می شود. ابناء محمدین یعنی که پسرهای محمد، این اسم ظاهر شد. آخرش را ببینید ابناؤه پسرهای وی، هو ضمیر است، در ضمیر اضافه اش کردیم، ابناؤه
یعنی که پسرهای وی. ابناء را ببینید واو هست، در آخرش همزه هست، واو نوشتگی است، بعد در بالاش همزه، باید دمه بخونیم. همین در جایی که دیدید همین قاعده را در یادتون بیارید. ابناؤه یعنی که پسرهای وی است، هو ضمیر است. پس اسماء، اسماء نام ها. پس در جمع باید اسما را مضاف کنیم با طلاب، طلبه ها. پس می نویسیم که اسماء الطلابی. اولا خودش اسماء هست، تنوین دارد. ببینید اسماء تنوین دارد. اگر که اضافهش کردیم تنوین چه میگیریم؟ میگیم که اسماء الطلابی، یعنی که اسمهای طلبه ها. اسماء اسمهای طلبه ها. بعد میگیم که اسماءهم با ضمیر اضافهش میکنیم. طلاب اسم ظاهر شد، طلاب اسم ظاهر شد و هم ضمیر هست. اسماءهم یعنی که نام های وی ها. اسماءهم یعنی که نام های وی ها. و در اینجا زملاء رفیق ها، زملاء رفیق ها. بعد ما باید بگیم که رفیق های حامدین. ببینید حامدین. پس میگیم که زملاء حامدین، یعنی رفیق های حامد. در اسم ظاهر حامد اسم ظاهر است، اضافه اش کردیم، پس زملاء مضاف شد، حامدین مضاف الیه شد. باز در ضمیر اضافه اش میکنیم، میگیم که زملاؤک یعنی رفیقای تو، زملاؤک یعنی رفیقای تو. زملاء مضاف، که مضاف الیه. و بعد از این اصدقاء رفیق ها، دوست ها. اصدقاء رفیق ها و دوست ها. پس اصدقاء را باید ما مضاف کنیم. اصدقاء المدرسی یعنی که دوست های مدرس، رفیق های مدرس. اصدقاء مضاف، المدرس مضاف الیه. اصدقاؤه یعنی که رفیق های وی، اصدقاؤه رفیق های وی. پس در اینجا ببینید اصدقاء در آخرش چی دارد؟ الف، همزه و الف زایده. پس برای خاطر اصدقاء نمیگیم و اصدقاء میگوییم. و تدریب رقم 4. تدریب رقم 4. در تدریب رقم 4 میگوید که اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیه مثله. در رقم 4 میگوید که بخوان مثال را، پس تغییر بده جمله می آمدگی را مثل همین مثال. تغییر بده جمله را میگه. اول بخوانش میگه مثال را، پس تغییر بده جمله را، جمله می آمدگی را مثل همون مثال. ببینید در اینجا میگه مثال را ببینید. الطالب مثال، الطالب ذهب الى المطعم. طلبه رفت به مطعم، به آشخانه. طلبه آشخانه رفت، طلبه آشخانه رفت. خودش مثال کار کردگی است. در اونجا ببینید در آخر نوشتگی است که الطلاب ذهبوا الى المطعم، یعنی طلبه ها آشخانه رفتند. در اینجا ببینید الطالب در یکمش طالب بود، در دیمش جمعش کردیم طلاب. ذهبه فاعلش هو در تحتش بود یک است. ذهبه را همچنین جمع کردیم شد ذهبوا، رفتن آنها یعنی طلبه ها الى المطعم با آشخانه. پس انا اکنون این مثال سه مثال باید ما خودمون کار کنیم. مثال یکم الطالب جلس فی الفصل. الطالب یعنی طلبه نشست در صنف. الطالب مفرده جمعش میکنه، میگیم که الطلاب. جلس مفردش جمعش میکنه، میگیم که جلسو. واو می نویسیم در آخرش، بعدش الف میمونیم. او را الف فارقه میگن. الف فارقه برای در جمع می آید. الف فارقه برای که واو بفهمیم که ای اصل کلمه یا که واو جمع است، برای خاطر او الف نوشته می شود، خوانده نمی شود. جلسو چطور که در این بالا بود ببینید ذهبوا، الطلاب ذهبوا، واو است بعدش الف است. اون الف نمیخونیم، هیچ نمیخونیم، فقط نوشته می شود. اون علامت است، نشانه است که همین واوی که است در آخر، این واو ای اصل کلمه نیست. ذهبوا را خیال نکنید که یک کلمه است، اینجا دو کلمه است. ذهب یک کلمه است، واو ضمیر است، یعنی دو کلمه است. فهمو؟ برای خاطر الف فارقش میگن. الطالب جلس فی الفصل. پس می نویسیم که الطلاب جلسوا فی الفصل. جلسوا واو و الف در آخرش می نویسیم، یعنی طلبه ها نشستن در صنف.
رقم 2 المدرس خرج من المدرسه. مدرس یعنی استاد برآمد از مدرسه. پس جمعش میکنیم. چطور جمعش میکنیم؟ میگیم که المدرسون خرجوا من المدرسه، یعنی استادها برآمدند از مدرسه. خرجوا در آخرش واو و الف رو می نویسیم. خرجوا من المدرسه، برآمدند از مدرسه. و رقم 3 التاجر ذهب الى السوق، یعنی بیزنسمن بازار رفت. پس می نویسیم که التجار ذهبوا، آخرش واو و الف، ذهبوا الى السوق، رفتن به بازار. پس این مثال ها رو جمع میکنید چون مفرد است و جمع شد میکنید خلاص. و می نویسید حتما این را چند بارها بنویسید برای یادگیریتون. رقم 5 اقرا و اکتب. اقرا یعنی که بخوان، و اکتب و بنویس. بخوان و بنویس. اقرا فاعلش انت، بخوان تو، و اکتب بنویس تو، فاعلش انت. فعل امر هست، فاعلش ضمیر مستتر است، در تحتش بجا است. رقم 1 الطلاب فی الفصل، طلبه ها در صنف هستند. یه بنویس و بخوان، چند بار بنویسید و بخونید و ترجمه کنید حتما. الطلاب فی الفصل یعنی طلبه ها در صنف هستند. رقم 2 من هؤلاء الاولاد هم ابناؤک لا هم ابناء اخی. میگه که من هؤلاء الاولاد، کیست آن، کیست اینها فرزندها، یعنی که این پسرها کی هستند؟ هم ابناؤک، آیا ویها پسرهای تو هستند؟ هم رو ببینید ضمیر جمع است. ابناؤک جمع است، مفردش چی است؟ ابن پسر، ابناء پسرها. اهم ابناؤک، آیا ویها پسرهای تو هستند؟ میگه که لا هم ابناء اخی. میگه نه وی پسرهای برادرم هست. میگه نه ویها هم ویها ابناء اخی یعنی پسرهای برادرم هست. رقم 3 من هؤلاء الناس، کیست اینها مردم؟ این مردم کی است؟ ترجمهش میگه که این مردم کی است؟ هم حجاج من ترکیه، یعنی که ویها حاجی از ترکیه هستند. یعنی که ویها حاجی ترکیه هستند، حاجی ترکیه هستند. هم ضمیر جمع است، حجاج جمع حاجون است، حاجون یک حاجی، حجاج حاجی ها. بخونید و ترجمه کنید برای یاد گرفتنتون. رقم 4 این تجارو، بیزنسمن ها کجاست؟ التجارو جمع تاجر است. تاجر یک تا، تجارون جمعش. میگه ذهبوا الى السوق، یعنی که بازار رفتن. ذهبوا رفتن. ببینید واو در آخرش الف است، پس بدونید که این واو ضمیر جمع است. یعنی ذهبوا تجار، یعنی بیزنسمن ها رفتن. ضمیر برمیگرده به تجار، بیزنسمن ها. بیزنسمن ها رفتن الى السوق، به بازار. ذهبوا الى السوق یعنی بازار رفتند. رقم 5 من هؤلاء الرجال، کیست این مردها؟ هم ضیوفون، ویها مهمان ها هستند. هؤلاء الرجال، هؤلاء را مفردش هذا، رجال را مفردش رجل، هم مفردش هو، ضیوف مفردش ضیف. انا میتونم تکرار کنید تا اینکه مفرد جمع خوب کرده بشناسید. من هؤلاء الرجال، کیست آن مردها؟ هم ضیوفون، ویها مهمان ها هستند. رقم 6 الفلاحون فی الحقول و ابناؤهم فی المدرسه. الفلاحون یعنی دهقان ها، مفردش الفلاحو، یک دهقان. فلاحون دهقان ها. فی الحقول یعنی که در کشدارها هستند. حقول کشدارها، جمعش حقول کشدارها. اگر که مفرد چه بگیم حقلون، حقلون کشدار، حقولون کشدارها. و ابناؤهم فی المدرسه یعنی پسرهای اونها در مدرسه است. و ابناؤهم پسرهای همین دهقانها فی المدرسه در مکتب هست. پس این را مفرد و جمع بینشون جدا میکنید تا اینکه بدونید و بسیار میخونید و ترجمه میکنید. الفلاحون فی الحقول و ابناؤهم فی المدرسه یعنی دهقانها در کشدار هستند و پسرهایشان در مدرسه هستند. رقم 7 این طلاب الجدد بعضهم فی الفصل و بعضهم عند المدیر. میگه که کجاست طلبه های نو؟ میگه بعضیشون در صنف است و بعضیشون در نزد مدیر هست، در پیش مدیر هست. ببینید طلابو جمع طالب هست، جدود جمع جدید هست، بعضهم هم
جمعی هو است. جمعی هو، هو یعنی هو متصل، هو منفصل. هم ویها فی الفصل و بعضهم عند المدیری، و بعضشان در نزد مدیر هست. رقمی 8 اعمامی تجار کبار. اعمامی جمع عمون، یعنی که اعمامی و آخر یایی که میبینید او یای ضمیر هست، ضمیر متکلم. اعمامی یعنی که عمک های من، تجار کبار یعنی بیزنسمن های کلان هستند. تجار جمع تاجر، کبار جمع کبیر، یعنی که عمک های من بیزنسمن های کلان هستند. رقمی 9 را بینید. هؤلاء اخوتی، یعنی که ویها برادرهای من هست. هؤلاء جمع است، مفردش یکتش هذا. اخوتی جمع است، مفردش اخون. ویایی که در آخرش میبینید ضمیر است، ضمیر متکلم. اخوتی یعنی برادرهای من. رقم 10 این ابناؤک یا علی هم فی الدکان. میگوید که این ابناؤک یا علی، یعنی پسرهای تو کجاست ای علی؟ میگوید هم فی الدکان، و اینها در دکان هستند، در مغازین هستند. ببینید این کجاست؟ ابناؤک جمع ابن هست. ابن یک پسر، ابناء پسرها، پسرهای ابناؤک پسرهای تو، که ضمیر است. یا علی ای علی. از کجا ما دانستیم ابناؤک یا ابناؤکی؟ از کجا فهمیدیم؟ در سو گذشته دایتون باشد منادا را نگاه میکنیم که منادا اگر مذکر باشد مذکر میگیم، مؤنث باشد مؤنثش میگیم. ایجاد عین ابناؤک برای اون گفتیم که یا علیو، منادا علی هست، منادا علی هست، مذکر است، برای ابناؤک گفتیم. اگر در جای علی فاطمه میشد میگفتیم که عین ابناؤکی یا فاطمه تو. فهمو؟ اهمیت بدید. در سو گذشته بسیار مهم است. در زبان عربی هر درسی که پیش میگذاریم در آینده تکرار میشود و مهم است دانستنش و فهمیدنش. میگه هم فی الدکانی، و اینها در مغازین هستند، یعنی پسرهایش در مغازین هست. رقم 11 الطلاب الكبار فی الملعب و الطلاب الصغار فی الفصل. ببینید الطلاب یعنی طلبه های، الکبار و کلان ها، طلبه های کلان، فی الملعب در استادیون هست. در ملعب استادیون رو میگن، جای فوتبال بازی، در استادیون است. و طلاب الصغار فی الفصل، و طلبه های معیده در صنف است. ببینید در چند کلمه جمع اومده است، شما خودتون مفردش کنید برای یادگیری. الطلاب جمع طالب است، الکبار جمع کبیر هست، ملعب خودش مفرد است، با طلاب الصغار جمع صغیر هست. این را بسیار تکرار کنید و خودتون بگویید جمعش و مفردش بگویید. الطلاب الكبار فی الملعب و طلاب الصغار فی الفصل. طلبه های کلان در استادیون هست و طلبه های معیده در صنف است. رقم 12 هؤلاء الفتیة اخوة، یعنی که وی جوان ها برادر هستند. ابوهم امام هذا المسجد، پدرشان امام این مسجد است، پدرشان پیش نماز این مسجد است. ببینید هؤلاء جمع است، مفردش هذا. الفتیة جمع است، مفردش فتا، الفتا. اخوة جمع است، مفردش اخون. ابوهم پدر ویها. امام هذا المسجد، امامو را برای چی امامون نمیگیم؟ به خاطر اونه که مضاف است. امام مضاف، هذا مضاف الیه. و المسجد باشد بدل ای هذا، برای بعد اسم اشاره اگر اسمی که الف لام داشته باشد او را گفته بودیم بدل میگوییم، بدل. و مسجد بدل هست. رقم 13 هؤلاء الرجال فلاحون من قريتي، یعنی که ویها اینها، هؤلاء الرجال یعنی که این مردها، فلاحون من قريتي یعنی که دهقان ها از قریه من هستند. قریه قشلاق را میگویند، دهه. من قريتي یعنی از دهه من است، از قشلاق من است. ببینید هؤلاء جمع است، الرجال جمع است، فلاحون جمع است. اینها را مفرد چونه بگویید شما خودتون که مفردش چی است. رقم 14 این طلاب الجدد، طلبه های نو کجاست؟ خرجوا، نعم
خرجوا و ذهبوا الى المکتبه. ببینید میگوید که این طلاب الجدد، یعنی طلبه های نو کجاست؟ خرجوا، اخرجوا نه، اگر حرکت که نداشته باشد با اخرجوا نگویید. خرجوا یعنی که آیا برآمدن آنها، آیا خرجوا برآمدن آنها. ببینید واو جماعت است، ضمیر جمع است، بعدش الف می نویسیم. همین الف در بعد واو، همین الف رو دیدید در هر کلمه، بدانید که اون چی است؟ واو جماعت است، ضمیر جمع است، جمع مذکر، جمع مردانه. خرجوا آیا برآمدن همون طلبه ها؟ میگه نعم، بله. خرجوا یعنی برآمدن طلبه ها، و ذهبوا و رفتن طلبه ها الی المکتبه، با کتابخانه، یعنی که کتابخانه رفتن. ببینید خرجوا و ذهبوا، واوی که در آخر ضمیر متصل هست، ضمیر متصل مرفوع در محل رفع است، برای فاعل است. فاعل گفتیم که همه وقت مرفوع می شود. اگر در جای همین طلاب اخچه مونه می شود که خرجت طلابو میگیم، لیکن ضمیر که مونده دیگه طلاب نمیگیم، ضمیر میمونیم، ضمیر خودش به طلاب برمیگردد. خرجو میگیم یعنی که برآمدن، طلاب برآمدن، طلبه ها برآمدن. رقم 15 اهؤلاء الاطباء مسلمون، اهؤلاء الاطباء مسلمون، آیا وی طبیب ها مسلمان ها هستند؟ آیا وی ها، آیا اینها طبیب ها مسلمان ها هستند؟ که این طبیب ها مسلمان ها هستند؟ میگه نعم هم مسلمون، بله وی ها مسلمان ها هستند. ببینید هؤلاء اطباء مسلمون هر سش جمع است، مفرد چه بگویید؟ هم مسلمون جمع است، هر دینم این را مفرد چه بگویید که چی است مفردش. رقمی 16 لی ابناء صغار، میگه که من فرزندان خرد دارم. بعضهم فی المدرسه الابتدائیه، بعضشون در مدرسه ابتدایی است. و بعضهم فی المدرسه المتوسطه، بعضشون در مدرسه میانه است، در مکتب میانه است. در مکتب ابتدایی، در مکتب میانه. چطور گفتم که در عرب ها مکتب رو چند قسم کردگی هستند، مدرسه ابتدایی و متوسطه و ثانویه و این تقسیمات دارد. تاجیکی ما شما این تقسیمات رو ندارد. تاجیکی از 1 تا صنف 11 میخوانیشو خلاص، و تاجیکی همین طور است. اما عربی نه این طور نیست، یعنی هر یک متوسطه ابتدایی 3 سال است، متوسطه 3 سال است، ثانویه 3 سال است، هر کدامش 3 سال است، 9 سال می شود. پس اینجا ترجمهش میکنید، میخونید و ترجمهش میکنید و جمع را مفرد میارید و مفرد جمعش میارید. ببینید لی ابناء صغار، میگه من فرزندان خرد دارم. بعضهم فی المدرسه ابتدائیه، فی المدرسه الابتدائیه، بعضشون در مکتب ابتدایی هستند. و بعضهم فی المدرسه المتوسطه، و بعضشون در مدرسه متوسطه هستند، در مکتب متوسطه هستند. میشه مدرسه ابتدایی را بگیم از صنف 1 تا 3، و مدرسه متوسطه را بگیم از صنف 4 تا صنف 6، و ثانویه را که درس گذشته خونده بودیم از 7 تا 9 بگیمش. میشود همین طور، یعنی که انیق میشود، نه یعنی تقریبا میشود، و نمیشود که همین دیگه ابتدایی را در جای دیم از صنف 1 تا 3 بگیم، زیرا که فرقیت ها دارد، سن سال قطعی فرق میکند. رقم 6 اکتب جع کردگی است، اینجا میم فراموش کرده است. جمع در بعد جیم میم هست، بعد عین هست. اکتب جمع الکلمات الاتیه، میگه بنویس جمعی کلمه های میامدگی را، کلمه هایی که در این جمعیت هر یک کدامش جمع شد، یا مفرد هستن یا تیت هستن، باید ما شما جمعش کنید. ببینید کبیرون کلان، یک کلان، جمعش چی بود؟ می نویسید کبارون. مسلمون یک مسلمان، جمعش چی بود؟ مسلمون. رجلون یک مرد، جمعش چی بود؟ رجالون، مردها. ابنون یک پسر، جمعش چی بود؟ ابناءون، پسرها. ضیفون یک مهمان، جمعش چی بود؟ ضیوفون، مهمانها. و فتن یک جوان پسر، جمعش چی بود؟ فتیتون، یعنی که جوان پسرها. حاجون یک حاجی، جمعش چی بود؟ حجاجون، حاجی ها. ان با اینجا دم ان کرده گست، این ان نیست، اخ، همین نون جای نون خی کنید. اخون یک برادر، جمعش چی است؟ اخوتون، برادرها. صغیرون میده، یک کسی میده، جمعش چی است؟ صغارون، میده ها. طویلون قد بلند، یک قد بلند، جمعش چی است؟ طوالون، قد بلند ها. غنیون
یک کمبغل، یک بای، غنی بای، غنیون یک بای، اغنیا او یک بای ها. اغنیا برای چه؟ اغنیا اون گفتن جایز نیست، این را بدونید. اغنیا اون گفتن جایز نیست. فقیرون یک کمبغل، جمعش فقرا او یعنی کمبغل ها. پس فقرا او را برای چی تنوین دادن جایز؟ فقرا اون گفتن جایز است یا نیست؟ و بیاتون بیارید گپای گفتگی همان را. ببینید الکلمات الجدیده تو، کلمه های نو. الکلمات الجدیده تو یعنی کلمه های نو. در این درس کلمه های نو ما شما خوندیم الحقل، حقل کشدار، حقل کشدار یا زمینی کارم، زمینی کارم. جمعش جیم کرده یعنی جمعش حقولون کشدارها، زمین های کارم. حقلون زمینی کارم، حقولون زمین های کارم جمعش. الناسو ناس مردم، ناس مردم، این جمع نمی شود، ناس مردم خلاص. القریتو، قریتو دیها قشلاق، القریتو دیها قشلاق. الضیفو ضیف مهمان، ضیف مهمان. الشیخو شیخ موی سفید، شیخ موی سفید. المطعم مطعم آشخانه، مطعم آشخانه. المدرسه مدرسه مدرسه مکتب. الابتدائیه ابتدایی، ابتدایی. المدرسه الابتدائیه یعنی که مدرسه ابتدایی. خب اینجا بود، تا اینجا بود قسم یکمی درس ما و شما. تا اینجا فقط قسم یکمش بود، یعنی که اسم اشاره و ضمایر مفرد و جمعشان فقط برای مذکر. اکنون میگذاریم به قسم دویمی درسمون. قسم دویمی درس ما و شما این بیره ببینید، یعنی قسم دویمی درس. این درس ما و شما 3 قسم است. چطور گفتم که این درس دراز می شود، دراز هم بشود، برای مهم بودنش وقتانه جدا کنید و گوشش بکنید اگر که عربی را میخواهید تعلیم بگیرید. به قسم دویم هست. ببینید قسم دویم همان موضوع قسم یکم هست. گفتیم قسم یکم اسم اشاره برای مفرد و جمع هست و ضمایر برای مفرد و جمع هست، ولیکن اونجا گفتیم که برای مؤنث مذکر هست، فقط مذکر خوندیم در اونجا. اینجا ده همون اسم اشاره برای مفرد و جمع، ضمایر برای مفرد و جمع، لیکن برای مؤنثش است، زنانش است. در همین 1 ساعت و چند دقیقه که ما شما درس کردیم یگان تا زنانه نخوندیم، فقط مردانه خوندیم. انا اکنون در این درس زنانه ها رو میخونیم، مؤنث رو میخونیم. موضوعش همون اسم اشاره و ضمایر است، لیکن برای مؤنث، برای زن. ببینید اینجا میگه که من هؤلاء الفتيات یا مریم، کیست آن فتیات، جمع فتاتون، فتاتون جوان دختر، فتیاتون جوان دخترها. ببینید درس گذشته ما شما فتات خوانده بودیم، جوان دختر، لیکن جمعش نخونده بودیم. جمعش اکنون داری جمع میخونیم، فتیاتو یعنی که جوان دخترها. یا مریم و ای مریم، مریم نامی زن هست. ببینید هؤلائی فرق نکرده، درس گذشته مردا را میگفتیم هؤلائی یعنی اینها، پس زن هم هؤلائی میشود، فرق نمیکند. اسم اشاره قریب جمعش مردانه و زنانش فرق نمیکند، هر دوش یک نمود خوانده و نوشته میشود. من هؤلاء الفتيات یا مریم، یعنی کیست این جوان دخترها ای مریم؟ میگوید که هن زمیلاتی، هن یعنی ویها. درسای گذشته در ضمایر ما خونده بودیم، هو هم ویها مردها، هن ویها زنها. ببینید اینجا مؤنث کس برای خاطر هن را آورده سی. ویها زمیلاتی یعنی که هم درس های من هستند، زمیلاتی هم درس های من هست. درس گذشته ما شما زملا میگفتیم، در اینجا زمیلات میگیم. زملا جمع تکسیر هست، جمع تکسیر جمع است، برای مذکر استفاده برده می شود. لیکن زمیلات این جمع مؤنث است. ما 3 نمود جمع داریم، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر میگویند. 3 نمود جمع است. این را در یک چیز نوشته بگیرید، در یادتون بماند. ولی موضوع اینها را ان شاء الله بعد خوب میفهمید. فقط ولی
یک معلومات دربارش داشته باشید. جمع سه نمود است در زبان عربی: جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم و جمعی تکسیر. اینجا زملات جمع مؤنث سالم است، جمع مؤنث است، برای زن هاست. ببینید هن زمیلاتی، و اینها همدرسای من هست. زمیلاتی آخرش یایی که میبینید یای متکلم هست، یای گوینده. زمیلاتی میگه که وای رفیقای من هست، اما آدمی که گفته سه خچه گفته که رفیقای من هست. در دوامش میگه که اخواتون هن، آیا وایها برادرها هستند یا خواهرها هستند، یعنی که اپا و خواهر هستند. اخواتون، آیا وایها برادرها هستند. هن وایها زنها. آیا اخوات یعنی که خواهرها هستند. هن وایها. اخواتون هن، آیا وایها خواهرها هستند که یکدیگر در اپا و خواهر هستند. میگه که نعم هن اخواتون، میگه بله وایها اپا و خواهر هستند. اخوات هستند که اپا و خواهر هستند. هن وایها زنها، اخوات اپا و خواهر هستند. من ابوهن، پدرشان کی است؟ من کی است؟ ابوهن پدر وی زنها. ابو پدر، هن ویها زنها. ابوهن پدر وی زنها کی است؟ میگه کی؟ ابوهن الشیخ بلال، یعنی پدر اینها، ابو پدر، هن وی زنها، پدر وی دخترها زنها، شیخ بلال، یعنی شیخ بلال هست، نام شیخ است و نامش بلال هست. امهن استاذتی، میگه که مادر وی زنها جوان دخترها، امهن، مادر، هن ویها جوان دخترها، امهن مادر وی جوان دخترها استاذتی، استاذه من هست. استاذتی استاذه من هست. ببینید یعنی که پدر و مادرشان یکی بوده است، برای خاطر اخواتش گفت، یعنی که اپا و خواهرها، اپا و خواهرها. در دوامش میگه که این بیتهن، یعنی که خانه ویها کجاست. این کجاست؟ بیتهن خانه ویها. بیت خانه، هن ویها زنها. بیتهن خانه ویها زنها. این بیتهن کجاست خانه ویها زنها. هن ضمیر هست، ضمیر را بسیار اهمیت بدید. ضمیر هست، ضمیر جمع مؤنث است. بیتهن قریب من المدرسه، خانه ویها قریب است از مدرسه. من المدرسه از مدرسه، یا که در مدرسه، قریب است در مدرسه، مدرسه در نزدیک است. پس در اینجا تمرین ها میتید. تمارینو جمع تمرین، تمارینو جمع تمرین، یعنی که تمرین ها، یعنی که مشق ها. در مشق ها میگوید رقم 1 حول المبتدأ في الجمل الآتية الى جمع كما هو موضح في المثال. میگوید که حول یعنی دیگرگون کن، تغییر بده مبتدا را، المبتدا مبتدا را، فی الجمل الآتیه در جمله های می آمدگی، الی جمع با جمع، یعنی که تغییرش بده با جمع، جمعش کن. کما هو موضح فی المثال، چطوری که وی روشن کرده شده است در مثال، چطوری که وی روشن کرده شده است در مثال. مثال را ببینید. مثال هذه بنتون، این دختر است. هؤلاء بناتون، ویها دخترها است. بنتون یک دختر، بناتون دخترها، جمع دختر. بنت یک دختر، بناتو دخترها. ببینید هؤلاء چطوره که در قسم یکمی درس ما و شما بود هؤلاء رجال و ویها مردها، اینها مردها. اینجا هم هؤلاء به حال خودش میماند، برای هؤلاء برای مرد و زن استفاده برده میشود. فقط بعدینش هؤلاء مبتدا میشود، بعدش خبر که میاد اون خبر مؤنث میاریم. ببینید فرقت فقط در همین است از درس گذشته. رقم 1 رو ببینید. هذه طالبتون، هذه اسم اشاره قریب برای مؤنث است. طالبتون شاگرد است، این خبر هست، زنانه هست. طالبتون جمعش طالبات میشود. طالباتون یعنی که دانشجوی دخترها، دانشجوی دخترها. پس میگوید که هذه را جمعش میارید هؤلاء، طالباتون جمعش میاد میشود طالباتون. پس می نویسید که هؤلاء طالباتون، یعنی که اینها طلبه ها هستند. رقم 2 هذه مدرستون،
این مدرسه است، یعنی که این استاذه است. مدرسه را جمعش مدرساتون می شود، یعنی که استادها. مدرساتون این جمع مؤنث سالم هست. گفتیم جمع سه نمود می شود، این جمع مؤنث سالم هست. مدرستون یک مدرس یا استاذه، مدرساتون جمع استادها، یعنی استاذه ها، زنها. پس ما می نویسید که هؤلاء مدرساتون، یعنی که اینها استاذه ها هستند. رقمی 3. هذه طبیبتون، این پزشک است، دکتر هست. این پزشک است یا میگوید که این دکتر هست. طبیبتون یک دکتر، جمعش باشد اگر طبیباتون، دکترها، دکترهای زن. پس می نویسید که هؤلاء طبیباتون، یعنی که اینها دکترهای زنانه هستند. اینها دکترهای زنانه هستند. رقمی 3. رقمی 4. هذه مسلمتون، این مسلمان زن هست. مسلمتون یک مسلمان زن، جمعش مسلماتون. دوری قاس را ببینید، مسلماتون یعنی که مسلمان زنها. پس می نویسید که هؤلاء مسلماتون، یعنی که اینها مسلمان زنها هستند. رقمی 5 را ببینید، هذه زوجتون، این زن است. هذه زوجتون، این زن است. زوجه یک زن. زوجاتون زنها، زنها یعنی زنها، یعنی که چطور داشت که ما شما زن میگیم یعنی که هر زنی باشد، نه، یعنی زن یک مرد. زوجة الرجل یعنی زنی مرد. اینجا ده زن یک مرد، مثلا یک مرد یک زن دارد، دو زن دارد، سه زن دارد، چهار زن دارد، چند زن دارد، همون را در نظر میگیرد. میگه هذه زوجتون، این یک زن است. اگر جمعش کردیم یا در جمع میگیم که هؤلاء زوجاتون، یعنی که اینها زنها هستند، یعنی که زنها یا آدم هستند. زنهای نساء زنها میشود، اون تمام زن، هر زن میشود نساء بگیم. اما زوج و زوجه این خاصی مرد است. مثلا مرد میگه این زنی من هست، فهمو، این زنی من هست. حاضر میگه زوجتی، این زنی من است. اگر سه زن داشته باشه میگه هذه هؤلاء زوجاتی، یعنی که اینها زنهای من هستند. یا 4 زن داشته باشه میگه که هؤلاء زوجاتی، یعنی که اینها زنهای من هست. رقمی 6. هذه اختون، این خواهر است. هذه اختون، این خواهر است. اخت جمعش اخوات می شود، خواهرها. اخوات، خواهرها. پس می نویسیم که هؤلاء اخواتون، یعنی که اینها خواهرها هستند. اینها خواهرها هستند. رقمی 7. هذه فتاتون، این جوان دختر هست. فتات جوان دختر، جمعش فتیاتون، جوان دخترها. پس می نویسیم که هؤلاء فتیاتون، یعنی که اینها جوان دخترها هستند. رقمی 8. هذه جدیدتون، این نوع است. هذه، این جدیدتون نوع است. جدیدتون یک تا، نوعش جدودون، جدودون نوعها. پس می نویسیم که هؤلاء جدودون، یعنی که اینها نوعها هستند. رقم 9. هذه کبیرتون، این کلان هست، یعنی این زن کلان هست. کبیرتون جمعش کبارون می شود. کبارون، کبیرون، کبیرتون، کبارون. این جمع تکسیر است. جمع تکسیر هست. جمع مؤنث سالم نیست، جمع تکسیر است. هم برای مرد هم برای زن استفاده برده می شود. پس میگوید که هؤلاء کبارون، یعنی که و اینها کلان ها هستند. اینها کلان ها هستند. هذه صغیرتون، در این جمع شود که کبارون را ما جمع مؤنثش کنیم، بگیم کبیراتون. کبیرون، کبیرتون یک زنی کلان، کبیراتون زنهای کلان. پس میشه بگیم که هؤلاء کبیراتون، یعنی که وای زنها کلان زنها هستند. رقمی 10. هذه صغیرتون، این میده است. این زن میده است، این دختر میده است. جمع صغیرتون صغارون میشود، یا صغیراتونش بگیم، برای جمع مؤنثش بگیم. صغار نمیشود، جمع تکسیر است. برای مرد زن استفاده بردن جایز جمع تکسیره. لیکن جمع مؤنث سالم فقط برای زن، جمع مذکر سالم فقط برای مرد. جمع تکسیر هم برای مرد هم برای زن. میشود صغارون، صغیرتون، صغارون، یا میشود صغیرتون، صغیراتون. هر دوش جایز است. هذه صغیرتون،
این میده است. پس می نویسیم که هؤلاء صغارون، اینها میده ها هستند، یا می نویسیم که هؤلاء صغیراتون، اینها میده ها هستند. رقمی 11 هذه طویلتون، این قد بلند است، این قد بلند است. ببینید در درون قوس جمع طویل طوال نوشتگی است، یعنی قد بلند ها. ما گفتیم طوال جمع تکسیر است، برای مرد و زن می شود. چطوری که هؤلاء برای مرد و زن هست، پس جمع تکسیر برای مرد و زن می شود. می شود بگیم که هؤلاء طوالون، یعنی که وای اینها زنها قد بلند ها هستند، یا می شود بگیم که هؤلاء طویلاتون، طویلاتون، یعنی که این زنها قد بلند ها هستند. هر دوشم جایز است. رقم 2 میگه که اقرا و اکتب، بخوان و بنویس. در رقم 2 ما و شما را امر میکند برای خواندن و نوشتن. و به تاجیکی ما و شما با ترجمهش میکنیم. همه خوانیم، همه نویسیم، ترجمهش میکنیم. رقم 1 هؤلاء اخوتی و هؤلاء اخواتی. هؤلاء یعنی که اینها اخوتی، یعنی که خواهرهای من هست، اینها خواهرهای من هست. و هؤلاء اخواتی، این اخوتی برادرهای من هست. اخوه جمع اخون هست. هؤلاء اخوتی یعنی که اینها برادرهای من هست. و هؤلاء اخواتی، و آنها خواهرهای من هست. اخوات جمع اخت است. ببینید اخوات جمع اخت است، اخت خواهر رو میگن. اخوه جمع اخ است، اخ برادر رو میگن، مرد زن، مردانه و زنانه. میگه هؤلاء اخوتی، یعنی که اینها برادرهای من هستند، مردها، بچه ها. و هؤلاء اخواتی، و اینها خواهرهای من هستند، یعنی زنها، دخترها. بعد در اینجا جمعش میبرید، مفردش میگوید چی است. رقم 2 من هؤلاء الفتيات، کیست آن جوان دخترها؟ فتيات گفتیم جمع چی است؟ جمع فتاتو. میگه هؤلاء بنات المدرستی، میگه که آنها دخترهای مدرسه هستند، دخترهای استاذه هستند. هؤلاء بناتو، بنات جمع بنت است، دختر. بنات دخترها، مدرستی مدرسه، استاذه. هؤلاء بنات المدرسه یعنی که آنها دخترهای مدرسه هستند. رقمی 3 هؤلاء الفتيات زمیلاتی، یعنی که وای جوان دخترها زمیلاتی، یعنی که همدرسای من هست میگوید. هؤلاء الفتيات زمیلاتی، یعنی که وای جوان دخترها همدرسای من هستند. ابوهن طبیب و امهن مدرسه، میگه پدر همون جوان دخترها طبیب است و مادر همون جوان دخترها مدرسه است، یعنی که استاذه است. و اینها را جمع مفرد بیارید و ذکر کنید. رقمی 4 این الطالبات الجدد، یعنی که طلبه های نو کجاست؟ این الطالبات الجدد، طلبه های نو کجاست؟ میگه که ذهبنا الى المکتبه، رفتند به یونیورسیته، به کتابخانه. مکتبه کتابخانه. ذهبنا الى المکتبه یعنی که کتابخانه رفتند. ببینید ذهبنا در مرد، اگر ذهبنا رفتن جوان دخترها، مرد بود ما گفتیم ذهبو، آخرش در واو موندیم. واو گفتیم ضمیر جمع مذکر هست. اما این نونه که در آخرش میبینه ذهبنا، این نون جمعی ضمیر جمعی مؤنث است، ضمیر است و جمع است و برای زنها است. ذهبنا رفتن وای زنها. ذهبنا الى المکتبه یعنی که رفتن به کتابخانه، کتابخانه رفتند. از این حساب دایتون بگیرید ذهبنا نون ضمیر است. ذهبنا را یک کلمه فکر نکنید، در دو کلمه است. ذهب یک کلمه است، نه یک کلمه دیگر هست. یعنی رفتن زنها و نون در محل فاعل است، فاعلش می شود. ذهب فعل است، فعل گفتیم به فاعل نمی شود، پس همین نون فاعلش است. رفتن زنها. اگر که همین نون نباشد، اگر پس میگویی که ذهبت طالباتو، تو میگویی. لیکن نون که اصلا ذهبنا که گفتی، همین نون ضمیر است، جاینشین از جای انمین طالبات هست، جاینشینی طالبات می شود، معاونی طالبات می شود، یعنی که رول همون طالبات بازی میکنه، لیکن در معنا، اما در اعراب یا که در چی یک حرف خالی هست. و رقم 5 این بناتک یا عمتی، میگه دخترهای تو کجاست؟ ای عمه ام، عمه یعنی که
اپا و خواهر پدر. دخترهای تو کجاست ای عمه؟ هن فی المطبخی، ویها در آشخانه است. هن ببینید ویها زنها، یعنی ویها زنها در آشخانه است. مردا باشد هم، زنها باشد هن، ویها زنها در آشخانه است. رقمی 9. اهؤلاء الممرضات مسلماتون، اهؤلاء الممرضات مسلماتون، میگوید که آیا آن همشیره طبی ها، همشیره های طبی، یعنی که همشیره های طبی مسلماتون مسلمان زن ها هستند. اهؤلاء الممرضات، هؤلاء آنها، آیا هؤلاء آنها. ممرضات جمع ممرضه بود. ممرضه یعنی که ما شما درس گذشته گفتیم که همشیره طبی، همشیره طبی. ممرضات جمع ممرضه است، یعنی همشیره های طبی. مسلمات جمع مسلمه است. مسلمتون یک زن مسلمان، مسلماتون زنهای مسلمان. نعم میگوید بله، یعنی که اون همشیره های طبی مسلمان بودند. رقمی 7. هؤلاء طبیباتون، ویها پزشکای زن هست، پزشک زن هستند. هؤلاء ویها طبیبات جمع طبیبتون هست. ازواجهن مدرسون، ازواجهن مدرسون، در بالای ر تشدید بمونید، مدرسون، یعنی که ازواجهن یعنی زنهای، یعنی همشرهای همون هم شوهر، معذرت میخوام، شوهرهای همون زنها. ازواج جمع زوجه است، زوج است، زوج شوهر، ازواج شوهرها. ازواجهن یعنی که شوهرهای همون زنها، ازواج شوهر، هن همون زنها، شوهرهای همون زنها. مدرسون یعنی که استادها هستند، یعنی که زنهاشون دکتر بوده است و مردهاشون استاد. رقمی 8. من هذه المرأة، این زن کی است؟ من هذه المرأة، این زن کی است؟ مرأة زن رو میگویند. هر زنی که باشد، زن یک مرد نی، هر زن، مرد مرأة یعنی هر زن. هی زوجة الطبیب الجدید، میگوید وی همسری زوجه، همسری طبیبی جدید هست، یعنی که طبیبی نو است. زنی طبیبی نو است، یعنی که همسری طبیبی نو است. رقم 9. بناتك في المدرسة الثانوية یا اسامة. بناتك، آیا دخترهای تو، فی المدرسة الثانویة در مدرسه ثانوی است، یعنی که از صنف 7 تا 9. یا اسامة، ای اسامه. ببینید بناتک گفتیم برای چی؟ برای منادا مذکر است. یا اسامة، اسامة مذکر است، مرد است، اسامه نام مرد است. برای هم خاطر بناتک میگیم. اگر جمع اسامه ده اگر فاطمه میشد میگفتیم که بناتکی میگفتیم، برای منادا مؤنث است. لیکن در جمع مذکر کی است میگیم که بناتک، که مذکر. آیا دخترهای تو در مدرسه ثانوی است ای اسامه؟ دخترهای تو در مدرسه ثانوی است ای اسامه. میگد که بعضها فی المدرسه الثانویه و بعضها فی المدرسه المتوسطه. میگه بعضش در مدرسه ثانوی است، از صنف 7 تا 9 است، و بعضش در مدرسه متوسطه است، یعنی از صنف 3 تا صنف 6 است. از صنف 3، از صنف 4 تا صنف 6. رقم 10. الک بنات یا لیلا، آیا تو دختر داری ای لیلا؟ الک آیا، لک داری تو، بنات دخترها، بینتون یک دختر، بناتون دخترها. یا لیلا ای لیلا، لیلا نام زن. میگد که الک بنات یا لیلا، آیا تو دختر داری ای لیلا؟ میگد نعم لی بنات کبارون، میگد بله من دخترهای کلان دارم. نعم لی بنات کبارون، بله من دخترهای کلان دارم. و هن طالبات بالجامعه، میگوید که ویها یعنی دخترهاش، و هن ضمیر هست، جمع است، جمع مؤنث، و همون دخترها طالبات بالجامعه یعنی که دانشجو هستند، دانشجوی ها هستند در جامعه. بی گفته به معنای در هست در اینجا. بیل جامعه یعنی در جامعه، فیل جامعه یعنی در جامعه. رقم 11. من هؤلاء النساء الطوال، من هؤلاء النساء الطوال، یعنی کیست آن زنهای قد بلند؟
من هؤلاء النساء الطوال، یعنی کیست آن زنهای قد بلند؟ میگوید هن طبیبات من امریکا، میگوید که ویها پزشک زنها هستند از امریکا هستند، یعنی که پزشک زنهای امریکایی هستند. و در جواب چنین مفرداش میارید. لیکن در جا فراموش نکنید که نساء از خود کلمه مفرد ندارد، از خود کلمه مفرد ندارد. نساء جمع یعنی زنها. اگر که یک زن گفتنی باشد امرأه میگین، در بالا خواندیم همون امرأه را میگوید، امرأه. نمی شود که ببینید در این رقم 8 را ببینید، من هذه المرأة، مرأه میگوید، یا امرأه. مرأه و امرأه هر دوش یک است، یعنی زن. مرأش میگوید، فهمو؟ یا امرأش میگوید. امرأتون یعنی از زن، یا مرأتون از زن. نساء زنها جمعش. و مرأه جمع ندارد، مرأتون یا زن. اگر بگن جمعش چطور است، خودی کلمه را جمع کرده نمیتونی. نساء را میگویی، میگویی نساء زنها. بگن نساء را مفردش چی است؟ یعنی زن گفتنی باشه همین کلمه نساء بگو، میگویی که این کلمه فقط برای جمع است، مفرد نداره. میگویی مفردش المرأة میگویی یا امرأة میگویی. طوال خیلی جمع طویل هست، طویلتون. رقم 12 الطبيبات خرجن من المستشفى. الطبيبات خرجن من المستشفى، یعنی که زنهای طبیب بر آمدن از مستشفی. زنهای طبیب، زنهای دکتر زنها بر آمدند از مستشفی. ببینید خرج نه گفتیم ضمیر جمع مؤنث است، ضمیر است، جمع مؤنث است. خرج نه یعنی بر آمدن همون طبیبات، ضمیر برمیگرده به طبیبات یعنی زنها. من المستشفی از بیمارخانه. رقم 3 اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیة مثله. میگم مثال را بخوان پس تغییر بده، بگردان جمله های می آمدگی را مثل همون، جمله های می آمدگی را به مثل همون بگردان میگوید. و مثال را ما و شما میبینیم. ببینید مثال زینبو تنوین دادنش جایز نیست. زینبو خرجت من الفصل، یعنی که زینب از صنف بیرون برآمد. خرجت ت ما و شما در درس‌های گذشته گفته بودیم ت علامت است برای مؤنث بودن فاعل. خرجت که گفت معلوم است که همون آدمی برآمده زن است. اگر خرجه بگه معلوم است همون آدمی که برآمده است مرد است. فهمو؟ این ردایتون خوب بگیره. این ت تانیث میگوین، علامتی تانیث. خرجت یعنی که کی برآمد؟ زینب برآمد. زینب زنی که است برای خرجت میگد من الفصل از صنف. بعد دوامش ببینید میگه که زینبو زینب و آمنتو و آمنه و مریم خرجن من الفصل، بر آمدن از صنف. ببینید زینب و آمنه و مریم سه کس جمع میشوند. جمع ده ما ضمیر جمع میاریم میگیم که خرجن، یعنی بر آمدن همین سه زن من الفصل از صنف. خرجن نون گفتیم ضمیر است، ضمیر جمعی مؤنث است. خرجن. ببینید زینب را تنوین دادن نمیتوانیم و آمنه را تنوین دادن نمیتوانیم و مریم را تنوین دادن نمیتونیم. برای چی؟ به خاطر اینکه هر سهش اسمی زنانه است، علم است و زنانه است. بله بخاطر تنوین دادش نمیتوانیم. زینبون، آمنتون، مریمون گفته نمیتوانیم. رقم 1 رو ببینید المدرسة ذهبت الى الفصل، یعنی استاذه ذهبت. ببینید ت دارد برای که همون آدمی رفتگی زن هست، استاذه است با صنف، یعنی که استاذه صنف رفت. همین را بگی جمعش که چطور جمعش میکنی؟ المدرسات یعنی که استاذه های زنکی معلمه ها. یعنی المدرسات ذهب نمیگویی، ذهب نه، نون ضمیر است، ضمیر جمعی مؤنث است، با مدرسات برمیگردد. المدرسة ذهبت الى الفصل، در جمع نویسی که المدرسات ذهبن الى الفصل، یعنی که معلمه ها رفتند صنف. رقم 2 الطالبة الجديدة جلست في الفصل، طلبه نو نشست در صنف. ببین جلست برای چی؟ جلست برای نشستگی زن است، طالبه است.
برای خاطر جلست. اگر جلسه بگویی خطا می شود. نشست یعنی مرد، جلست نشست زن، طالبه یعنی دانشجوی زن. پس در اینجا می نویسی که الطالبات الجدد جلسنا فی الفصل، یعنی طلبه های نو نشستند در صنف. اهمیت بدید و بنویسید و تکرار کنید. رقمی 3. بنت محمد ذهبت الى المدرسه. بنت محمد یعنی دختر محمد رفت مدرسه. ذهبت رفتگی کی است؟ زن هست، یعنی دختر محمد رفتگی است. برای مو ذهبت میگویی. و جمعش میکنیم. چطور جمعش میکنیم؟ میگیم که بنات محمد ذهبن الى المدرسه، یعنی دخترهای محمد رفتند، همین دخترهای محمد مدرسه رفتند. فما این را خوب بنویسید و خوب کار کنید و خوب در ذهنتون داشته باشید. و رقم 4، در رقم 4 میگوید که اشیر یعنی اشاره بکن. الى الاسماء التالیه، به نامهای میامدگی، باسم اشاره، با اسم اشاره، للقریبی، باسم اشاره للقریبی، به اسم اشاره که برای قریب باشد. برای قریب ما گفتیم هذا، هذه، هؤلاء. هر سه این برای قریب است. هذا برای مفرد مذکر هست، یک مرد. هذه برای مفرد مؤنث است، یک زن. هؤلاء برای جمع مذکر و مؤنث است، برای جمع مردانه و زنانه است. پس در اینجا ما و شما نگاه میکنیم که کدامش موافق است. کدامش موافق است همون شما میمونیم. رقم 1 رو ببینید. ما باید کدامش رو بنویسیم؟ هذا یا هذه یا هؤلاء. اخی، اخی برادر من. چند تا است؟ یک تا است. پس اسم اشاره قریب می نویسیم. مذکر می نویسیم یا مؤنث؟ مذکر می نویسیم. برای چی؟ برای اخ برادر مذکر است. توخی برادر مذکر است، مرد است. ما می نویسیم که هذا اخی، این برادر من هست. اختی خواهر من. پس کدامش می نویسیم؟ هذا، هذه، هؤلاء. کدامش می نویسیم؟ خواهر برای قریب یک تا هست. پس اسمی اشاره قریب برای یک کس رو می نویسیم. مذکر می نویسیم مؤنث. برای چی؟ برای اخت خواهر زن هست. پس می نویسیم که هذه اختی، این خواهر من است. رجال مردها. و بسیار سوال نمی کنم، وقتون خودتون رو بسیار سوال کنید و فقط از زیر بار خونده می رویم، به خاطر اینکه درس بسیار طولانی می شود. هؤلاء رجالون، یعنی که هؤلاء رجالون یعنی که اینها مردها هستند. رقم 4 رو ببینید. رقم 4 مدرسون. پس ما می‌نویسیم که هؤلاء مدرسون، برای مدرسون جمع است، پس هؤلاء رو می‌نویسیم. اینها مدرس‌ها هستند. رقم 5 رو ببینید. طالباتون یعنی طلبه ها. پس شما می‌نویسید که هؤلاء یعنی اینها طالباتون، طلبه ها هستند. برای طالبات جمع است، برای ما هؤلاء رو می‌نویسید. رقم 6 امی مادر من و ام یک تا است، هذه را می‌نویسید. برای چه هذه را؟ برای اون مادر زن هست، برای ما هذه را می‌نویسید. هذا را نمی‌نویسید، هذه را می‌نویسید. هذه امی یعنی که این مادر من هست. رقم 7 رو ببینید. ابی یعنی که پدر من. پس هذا را می‌نویسید. برای اب پدر مرد است و مفرد است و مذکر است. هذا ابی، این پدر من است. رقم 8 طالبتون یعنی که یک دانشجو دختر، دانشجو دختر. پس شما می‌نویسید که هذه طالبتون، این یک طالب دختر هست، دانشجو دختر هست. رقم 9 رو ببینید. طبیباتون یعنی که پزشک زنها. پس شما می‌نویسید که هؤلاء طبیباتون، اینها پزشک زنها هستند. رقم 10 رو ببینید. تجارون بیزنسمن ها. تجارون یعنی که بیزنسمن ها. پس شما کدامش می‌نویسید؟ هؤلاء برای اینها جمع است، تجار جمع است، برای ما هؤلاء رو می‌نویسید. هؤلاء تجارون یعنی که اینها بیزنسمن ها هستند. و میگذاریم بعد تدریبی رقم 5. در تدریب رقم 5 میگوید که ضعف الاماکن الخالیه من الجمل الآتیه ضمیرا مناسبا. میگه که بگذار در جایهای خالی، اماکن جمع مکان هست، مکان یک جا، اماکن مکانها، جایها. الخالیه یعنی خالی، نوشتگی نیست. من الجمل الآتیه از جمله های می آمدگی ضمیرا مناسبا، یک ضمیر مناسب را. ضمیر چی است؟ هو، هی، هما، هو، هی، هم، هن.
ای همین ضمیرها میگوید یک تاش رو بمون. در پایین اکنون میخونیم کدامیش که درست میآید همونش مونده رفتن میگیریم. رقم 1 من هذا الرجل، کیست این مرد؟ مدرسونا، آخری خطا را ببینید، نقطه را ببینید، مدرسونا یعنی که استاد ما. پس این مرد کی است؟ چخیل میگیم که یعنی که در اینجا کدامش می نویسیم؟ کدام ضمیره؟ هو را یا هم رو یا هی را یا هن رو کدامش می نویسیم؟ حتما که هو برای یک کس است و مرد است. پس میگیم که هو مدرسونا، وی استاد ما است. در اینجا فقط هو را می نویسیم. ضمیری هو، ضمیر منفصلی مرفوع هو. رقم 2 این الطالبات، شاگرد دخترها کجاست؟ طالباتو کدامی ضمیر می نویسیم؟ ضمیری هن، برای طالبات جمع است. هن یعنی که همون طالبه ها فی الفصل در صنف هستند. پس می نویسیم که هن فی الفصل خودش نوشتگی است، یعنی که وی ها در صنف هستند. رقم 3 من هؤلاء الفتیه، یعنی که آن جوان پسرها کی هستند؟ آن جوان پسرها، فتیه گفتیم جمعی فتا است، فتن. پس میگوید که آن جوان پسرها کی هستند؟ ابناء المدرس نوشتگی است. می‌نویسیم که وی ها پسرهای مدرس است. پس می‌نویسیم که هم برای هؤلاء الفتیه، فتیه جوانها، جوان پسرها، برای خاطر هم رو می‌نویسیم. هم میگیم ابناء المدرسی، یعنی که وی ها پسرهای مدرس هستند. رقم 4 این الطالبة الجدیدة، یعنی که شاگرد نو کجاست؟ شاگرد نو کجاست؟ شاگرد نو دختر. پس می نویسیم که هی فی المکتبه، یعنی که وی اما شاگرد نو دختر در کتابخانه است. رقم 5 من هؤلاء الناس، کی هستند آن مردم؟ کی هستند آن مردم؟ پس مردم جمع کی هست؟ مذکر کی هست و مذکر رو می نویسیم که هم حجاج من الهندی، یعنی که وی ها حاجی ها هستند، از هند هستند. وی ها حاجی ها از هند هستند. رقم 6 این الطبیبات، پزشک زنها کجاست؟ دکتر زنها کجاست؟ پس جمع هست، هن را می نویسیم. هن فی المستشفى الولادتی، یعنی که همون جوان و همون دکترهای زنانه، دکتر زنها در مستشفى الولاده هستند، یعنی در تولدخانه هستند. مستشفى الولادتی تولدخانه. رقم 7 من هذا الولد الذي خرج من بیتک، میگه کیست این جوانی که از خانه تو برآمد؟ من هذا الولد، کیست این جوان؟ الذي کی یا جوان کی، خرج من بیتک برآمد از خانه تو. یک کس است نه، هذا الولد این یک جوان. پس در اینجا ضمیری هو را می نویسیم که هو ابن اخی، وی پسر برادر من است. رقم 8 من این هؤلاء الضیوف، یعنی از کجا هستند آن مهمان ها؟ از کجا هستند آن مهمان ها؟ ضیوف جمع است، پس مردانه هست. پس ضمیر مردانه جمع میمونیم، می نویسیم که هم من الریاض، وی ها از ریاض هستند. ریاض پایتخت عربستان سعودی. وی ها از ریاض هستند. رقم 9 من این هؤلاء الممرضات، از کجا هستند آن همشیره های طبی؟ ممرضات همشیره های طبی. ببینید ممرضات جمع که هسته، پس ضمیر جمع می نویسیم. ضمیر جمع مؤنث، برای ممرضات مؤنث است، یعنی همشیره های طبی زنانه. میگم که هن من الفلیپینی، وی ها از فیلیپین هستند. هن من الفلیپینی، یعنی که وی ها از فیلیپین هستند. رقم 10 من هذه الفتاة، این جوان دختر کی است؟ فتات جوان دختر. این جوان دختر کی است؟ جوان دختر یک تکی است، برای خاطر ضمیری مفرد میاریم. میگیم که هی بنت المدرستی، در بالای ری تشدید میموند، مدرستی، یعنی که وی دختری استاد است، استاذه است، وی دختری معلمه است. پس این بود تمرین 5. میگذاریم بعد تمرین 6.
هاتی جمع الاسماء الاتیتی، میگه که بیار جمع نام های می اومدگی را، بیار جمع نام های می اومدگی را. در اینجا نام ها را می نویسد مفرد، تنها تنهاش می نویسد، جمعش شما اختون می نویسید. مثلا اختون جمعش چی بود؟ اخواتون. اختون یک خواهر، اخواتون خواهرها. بنتون جمعش چی بود؟ بناتون. پس بنتون یک دختر، بناتون دخترها. مسلمتون یک مسلمان زن، مسلمتون جمعش چی بود؟ مسلماتون. پس مسلمتون یک جوان دختری زن و مسلماتون جوان دخترهای زن، یعنی که بسیار باشد. اگر طبیبتون جمعش چیه؟ طبیباتون. طبیبتون یک جوان دختری طبیب، یعنی که دکتری، یک دکتری زنانه. و طبیباتون یعنی که دکترهای زنانه، دکترهای زنانه. در جا بینید طبیبون، طبیبون آوردگی هست، این مردانه است اکنون، طبیبون مردانه. پس طبیب جمعش چی بود؟ اطباء. در قسم یکمی همین درس گرفتیم، اطباء یعنی طبیبها. طبیبون یک طبیب مرد، اطباء طبیبهای مرد. زوجون، زوجون شوهر، جمعش چی بود؟ ازواجون. ازواجون شوهرها، زوجون یک شوهر، ازواجون شوهرها. زوجتون یک زن، زوجتون یک زن، جمعش زوجاتون زنها، زوجاتون زنها. فتاتون جوان دختر، یک جوان دختر، جمعش فتياتون، فتياتون یعنی جوان دخترها. و در اینجا کبیرتون یک تا کلان، کبارون هم بگه می شود، کبیراتون هم بگه می شود، ده جمع بنویسید می شود. کبیرتون کبارون جمع تکسیر، کبیراتون جمع مؤنث سالم. کبیرتون یعنی که از زنی کلان، کبیراتون زنهای کلان. طویلتون قد بلند می شود، طوالون بنویسید می شود که طویلاتون بنویسید، هر دوش هم جمع می شود. جدیدتون نو، جدودون نوها، یا جدیداتون هم بگید می شود نوها، یا جدودون نوها. اخون برادر، اخواتون می نویسید برادرها، اخون برادر جمعش اخواتون. کبیرون کلان می نویسید کبارون کلانها. جدیدون نو می نویسید جدودون نوها، جدودون نوها. پس این بود تدریبی رقمی 6. و در اینجا برای ما و شما ببینید اسماء الاشاره للقریبی میگد، یعنی که نام های اشاره، اسم های اشاره برای قریب، اسم های اشاره برای قریب است. ببینید هذا طالب، این طالب است، یک است. هذا این یک است، قریب است، مرد است. هؤلاء طلابون، اینها بسیاری هستند و طلبه ها هستند. هر دوش برای قریب است، فقط هذا برای یک است، هؤلاء برای جمع. و هذا برای مذکر است، هؤلاء هم برای مذکر هم برای مؤنث است. دویمش رو ببینید هذه طالبتون، این دانشجو دختر هست. هذه برای مؤنث است. دومش رو ببینید که هؤلاء طالباتون، یعنی که اینها جوان دخترها، اینها طالبات هستند، یعنی که دانشجو دخترها هستند. ببینید هذه برای یک زن، هؤلاء برای جمع زن یا برای جمع مرد. هؤلاء فرق نمیکند برای مردانه و زنانه اش. و کلمات الجدیده تو کلمه های نو، کلمه های نو این درس. از زوج، زوج شوهر، از زوج شوهر، جمعش ازواجون شوهرها، جمعش ازواجون. و المرأة، مرأة زن، جمعش ببینید نساءون زنها. ببینید ای خودش جمع کردگی نیست. زوج ببینید زال و واو و جیم هست، ازواج ببینید در بین همین زال و واو و جیم هست، برای همین کلمه را خش جمع کردیم. لیکن المرأة یک زن، النساء زنها، نساءون زنها. و در اینجا ببینید میم و ر و همزه و ت است. در نساء جمعش در نون و سین و الف و تا، الف و همزه است. از این حرفا یگان تا نیست. برای هم خاطر میگم که المرأة جمع نمی شود خودش، ای لفظ خودش جمع نیست،
به معنای این جمع هست نساء، لیکن نساء با لفظ خودش مفرد نمی شود. نساء را اگر هم کس بگه که نساء را مفردش چیست گفته نمی توانیم مگر اینکه المرأتو میگیم. یا المرأتو بگنش جمعش چی است؟ خودش جمع که خودش جمع نمیکنیم، نساء را میگیم. چطوری که در اینجا آوردگی است. در اینجا قاعده خوب میتید میگه که المرأتو بدون امرأتون، یعنی که اگر الف لام که موندی المرأتو میگویی، اگر الف لام نموندی در این صورت امرأتو میگویی. نمیشود که المرأتو را بگویی که الف لامش میگیره مرأتو نه، امرأه المرأتو یا که امرأتو. قریب یعنی که نزدیک. پس این بود قسم دومی درس ما و شما. در قسم دومی درس ما و شما همون قسم یکم رو، لیکن فقط چی است؟ فقط در اینجا زنانه بود. برام خاطر بسیار اهمیت دید بین مردانه و زنانه بودنی کلمات، اصطلاحات. و میگذاریم به قسم سومی درسمون و آخرین قسمش همچنین و با این درس به پایان میرسونیم. حتما که از 2 ساعت گذشت درسمون و امیدوار هستیم که انسان کوشش کننده و خواهشمند اگر 5 ساعت هم درس بکنی گوش میکند، اما آدمی کوشش نمیکردگی اگر 5 دقیقه هم بکنی گوشش نمیکند. و خب قسم سومی درس ما و شما چی است؟ قسم سومی درس ما و شما درباره جمعی اسم اشاره برای دور هست. جمعی اسم اشاره برای دور. جمعی اسم اشاره برای دور. اهمیت بدید. یا که همون 2 درسی که 2 قسمی که از گذاشتیم همو تقریبا بسیار مسئله هاش میآید. همونو بسیارش میآید. اهمیت بدید. هؤلاء اخوتی و اولئک اصدقائی من اولئک الرجال الطوال. ببینید هؤلائی اینها، اخوتی برادرهای من هست. ببینید هؤلاء اینها اسم اشاره برای قریب بدنه جمع. و اولئک برای چی هست؟ برای بعید هست. اسم اشاره برای بعید هست، دور. ببینید ما و شما گفتیم هذا اسم اشاره برای قریب هست، هؤلاء هذا گفتیم برای قریب هست و ذاک گفتیم برای دور هست، بعید هست. ذاک و هذه گفتیم برای مؤنث از قریب هست و زناش گفتیم تلک است برای بعید هست. اینجا ده معنی همون است. هؤلائی یعنی که اینها اسم اشاره قریب جمعش اینها اخوتی برادرهای من هستند، مردانه و زنانش هؤلائی می شود. و اگر دور باشد چی میگیم؟ هؤلائی میگیم؟ نه، اولئک میگیم. یعنی که آنها، همین هؤلائی اولئک معناش یک است، فقط فرقشون در این است که هؤلائی برای قریب است، اولئک برای بعید است، برای دور. این خوب اهمیت بدید. هؤلاء اخوتی میگه اینها برادرهای من هستند و اولئک اصدقائی و آنها دور هستند، آنها رفیقای من هستند. من اولئک الرجال الطوال میگه که کیست آنها؟ اولئک آنها برای بعید، برای دور. الرجال الطوال یعنی که مردهای قد بلند. کیست آنها مردهای قد بلند؟ میگوید که هم اطباء من امریکا، و اینها طبیبا هستند از امریکا هستند، و اینها طبیب هستند، طبیبها هستند از امریکا هستند. من اولئک النساء کیست آنها زنها. ببینید کیست آن زنها، ببینید اولئک آنها. پس معلوم شد که اولئک آنها برای مردها میگوییم، اولئک آنها برای زنها هم، هر دو یک است. اولئک برای مرد و زن، چطوری که ها اولئی برای مرد و زن بود، اولئک هم همچنین برای مرد و زن استفاده برده میشد است. من اولئک النساء میگه کیست آن زنها؟ میگه هن امهات الطالبات، یعنی که آنها مادرهای دانشجو دخترها است. هن آنها، امهات ام مادر، امهات مادرها، مادرهای الطالبات یعنی که دانشجو دخترها است. آباء الطلاب عند المدیر، آبا جمع اب است، اب پدر، آباء پدرها. آباء الطلابی یعنی پدرهای طلبه ها، عند المدیری در نزد مدیر هست.
اولئک النساء خالاتک یا مریم، میگوید که آیا آن زنها، ببینید اولئک آنها دور هستند، آیا آن زنها خالاتک یعنی خاله های تو است، یا مریم ای مریم، خالاتی کی؟ خالاتک، خالاتی کی یعنی خاله های تو است. برای مریم منادا در جمع مؤنث است، خالاتی کنه، خالاتی کی؟ خالا اولئک النساء خالاتوکی، خالاتی کنه، خالاتوکی نه، خالاتوکی. برای چی؟ برای آنکه اولائی مبتدا است، اولئک مبتدا است، النساء بدل هسته، خالاتوک، خالاتو خبر هست، خبر است، خبر همه وقت مرفوع میشه و گفته بودیم. خالاتو کی میگیم؟ کی برای چی گفتیم؟ برای که منادا زن هست، مریم زن هست یا مریمو زن هست، برای هم خاطر خالاتو کی میگیم. بسیار اهمیت بدید. اولئک النساء خالاتوک یا مریمو، آیا وای زنها خاله های تو است، خالاتوکی یا مریمو، خاله های تو است ای مریم. میگد لا، نه، هن عماتی، میگد که نه، هن نه ویها زنها، ویها میگد عماتی، عمه های من هست، یعنی خالهاش نبوده است، عمه هاش بوده است. هؤلاء اطباء و اولئک مهندسون، هؤلاء اطباء یعنی که آنها طبیب ها هستند، و اولئک مهندسون، هؤلاء اینها، هؤلاء اینها، آنها نه اینها، هؤلاء اطباء یعنی اینها طبیب ها هستند، و اولئک مهندسون و آنها بعید هستند، دور، و آنها انجینرها هستند. هؤلاء الرجال فقراء و اولئک اغنیاء. ببینید هؤلاء یعنی که اینها، الرجال مردها، این مردها میگه فقراء فقیرها هستند، فقیرها، فقراء و فقیرها. فقراء اون گفتن جایز نیست. برای چی؟ در یادتون بیاره که در اول درس گفتیم و اولئک اغنیاء، و آنها دور، بعید، آنها اغنیاء بایها است. اغنیاء اون گفتن جایز نیست. برای چی؟ در یادتون بیارید. رقم ندارد. اولئک طلاب ضعاف، اولئک طلاب ضعاف، میگه که آن طلبه ها ضعیف ها هستند. ضعاف جمع ضعیف است، ضعیف ضعاف، ضعیف یعنی که ضعیف، ناتوان، بیچاره، ضعیف، و ضعاف یعنی که ضعیف ها، بی قوت ها، بیچاره ها. میگه که اولئک طلاب ضعاف یعنی که آن طلبه ها ضعیف ها هستند. من اولئک الرجال یعنی که کیست آن مردها؟ من اولئک الرجال، کیست آن مردهایی که دور هستند؟ اولئک دور، کیست آن مردها؟ میگه که هم وزراء، هم وزراء، ویها وزیرها هستند، ویها وزیرها هستند. ببینید هم ویها مردها، وزراء و وزیرها. برای چی وزراء اون گفتن جایز نیست؟ وزراء او میگیم، در یادتون بیارید. تمارین، تمارین جمع تمرین یعنی تمرین ها. تمرین رقم 1. حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى جمع مع تغيير ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، برای فعل ماضیش لزم يلزم، لزم يلزم. میگه که حول المبتدأ یعنی که دگرگون کن مبتدا را، فی کل در هر جمله که من الجمل الآتیه از جمله های می آمدگی الی جمع، جمعش کن. در اینجا مفرد میارد، اونها را باید ما جمع کنیم خودمان. مع تغییر ما یلزمو، و با تغییر دادن چیزی که لازم هست. هر چیزی که لازم هست یعنی کلمه را باید درست کنیم، خطا نشود.
از گراماتیک زبان عربی باید درست شود. همین را میگه درست کن. ما تغییر بده جایی که لازم است که مذکر بیاد، مؤنث بیاد، مفرد بیاد، جمع بیاد، باید چخیلی که بیاید کو همون را موافق خودش بته میگه. قاعده را رعایت کنه میگه. مثال ذالک الرجل مدرس، یعنی که آن مرد مدرس است. ذالک الرجل مدرس و اولئک الرجال مدرسون، آنها مردها مدرس ها هستند. ببین ذالک اسم اشاره بعید است برای یک مرد و مفرد است برای یک مرد. الرجل مفرد آمد، مدرس مفرد آمد. لیکن اولئک اسم اشاره است برای بعید، جمع هست. برای الرجال جمع آمد، مدرسون هم جمع آمد. فهمیدید اکنون؟ چیزی که احتیاج دارم میگم امروز درست کن، یعنی که همین صورت درست کن. ببین رقم 1 من ذالک الفتا، کیست آن جوان؟ کیست آن جوان؟ پس شما همین را کیست آنها جوان ها بگویید. چطور میگویید؟ میگویید که من اولئک برای ذالک برای بعید بدنه، جمعش اولئک. من اولئک الفتیه، فتا جمعی، فتیه جمع فتا است. اگر زنانه باشد فتیات می شود، بچه باشد فتیه می شود جمعش. الفتا می نویسید که من اولئک الفتیه، اولئک الفتیه. رقم 2 من این ذالک المدرس، از کجاست آن مدرس؟ ببینید ذالک مفرد است، مدرس مفرد است، هر دی را جمع کردن در کور است. در اینجا می نویسیم که من این اولئک المدرسون، از کجا هستند آنها استادها. رقم 3 تلک الفتاة بنت الطبیب، یعنی که تلک مؤنث است، نه اهمیت بدید. تلک برای بعید است، دور. الفتاة جوان دختر، بنت الطبیب یعنی دختری طبیب است. پس در اینجا باید ما درست کنیم، کلمه را بنویسیم. تلک را جمع شمیاریم، می شود که اولئک برای تلک بعید است، اولئک برای بعید است. الفتاة را جمع شمی نویسیم، می شود که الفتیات. بنت را جمع شمی نویسیم، می شود بنات. طبیب را جمع نمیکنیم، بنات الطبیبی. پس می نویسیم که اولئک الفتیات بنات الطبیبی، یعنی که آن زن جوان دخترهای طبیب هست. همش دختر یا آدم است، برام خاطر طبیب میگیم. اگر جمع بگیم 5-6 دختر 5-6 طبیب کی باشد، میگیم که هؤلاء نه اولئک الفتیات بنات الاطباء، بنات الاطباء میگیم، یا بنات الطبیباتی اگر زنها باشد. مردا باشد اطباء میگه، اطباء، بنات اطباء، بنات اطباء. یک الف لام که بنویسیم اطبائی، بنات الاطباء. اگر اطباء را به الف لام بنویسیم بنات اطباء میگیم، لیکن الف لامش بنویسیم بنات الاطباء میگیمش. این قاعدهش ان شاء الله بعد میخونیم، ولی که برای چی الف لام باشد بنات اطبائی میگیم و نباشد اطباء میگیم، این را ان شاء الله قاعدهش بعد میخونیم. رقمی 4 هذا طالب من انگلترا و ذلك من فرانسه. میگه این شاگرد از انگلترا است و آن از فرانسه است، از دو دولت. یکی این انگلترا میگه مثلا تاجیکستان و فرانسه را میگیم ازبکستان. مثلا که این طلبه میگه از تاجیکستان است و آن طلبه از ازبکستان هست. ببینید انگلترا را شاید بعضی ندونن که چی است، معنیش بکنن که چی است. این نام دولت است. فرانسه خیلی فرانسه معلوم است. پس هذا را ببینید مفرد است، جمعش بکنیم. هذا را جمعش چی بود؟ اسم اشاره برای چه؟ قریب. جمعش چیه؟ هؤلائی، هؤلائی. الطالب جمعش چیه؟ طلاب من انگلترا. پس می‌نویسیم که هؤلاء الطلاب من انگلترا و ذالک اسم اشاره برای بعید است، برای مذکر هست. بعد اسم اشاره بعید این مفرد است، جمعش چخیل میکنیم؟ جمعش رو اولئک. پس میگیم اولئک من فرانسه، یعنی که این هؤلاء
الطلاب من انگلترا و اولئک من فرانسا. معنیش که این طلبه ها از انگلترا هست و آن طلبه ها از فرانسه است. رقم 5. اذالک المهندس مسلمون؟ آیا آن انجینر مسلمان هست؟ ذالک اسم اشاره است. معنیش اگر که بدونید فایده میکنید. ذالک اسم اشاره برای بعید هست و مذکر است، مردانه. پس می نویسید که هؤلائی برای نه اولئک. ذالک برای بعید است، اولئک برای بعید است، جمعش. ذالک مفرد است، اولئک جمع است گفتیم. اولئک المهندسون مسلمون میگیم، همش جمع میکنیم. یعنی که آیا آنها انجینرها مسلمان ها هستند؟ رقم 6. هذه المرأة ممرضة و تلك طبیبة. این زن ممرضه است، یعنی که همشیره طبی است. و تلک طبیبة و آن زن یک زن، و آن زن پزشک است، دکتر هست. ببینید هذه را جمعش بکنیم. جمعش چی بود؟ هؤلائی برای قریب. المرأة جمعش بکنیم نساء. ممرضة جمعش بکنیم ممرضات. تلک را برای بعید است، مؤنث است، جمعش بکنیم اولئک. طبیبات را جمعش بکنیم طبیبات. پس همش یه جای می نویسیم که هذه، معذرت میخوام، هؤلائی می نویسیم برای جمع. هؤلائی النساء ممرضات و اولئک طبیبات. انا همین طور کرده می نویسید و ترجمهش بکنید. رقم 7. من هذا الولد الطویل؟ این مرد قد بلند کی هست؟ من هذا الولد الطویل؟ این مرد قد بلند کی است؟ یا این بچه قد بلند کی است؟ ببینید من هذا مفرد است، جمعش میکنیم. جمعش چی بود؟ برای اسم اشاره قریب جمعش چی بود؟ هؤلائی. من هؤلائی. الولد جمعش اولاد، جمعش اولاد. طویل جمعش طویل، جمعش طوال. پس می نویسیم که من هؤلاء الاولاد الطوال، یعنی کیست آن جوانهای قد بلند؟ و همین طور می نویسیم و ترجمهش میکنیم. رقم 8. تلك الفتاة الصغيرة اخت حامد. یعنی که آن جوان دختر میده خواهر حامد است. آن جوان دختر میده، تلک آن بعید است، آن جوان دختر میده خواهر حامد است. پس تلک را جمعش میکنیم. جمعش چی بود؟ اسم اشاره برای بعید. جمعش چی بود؟ اولئک. الفتات جمعش چی بود؟ فتات جمعش فتیات. صغیرتون جمعش چی بود؟ صغار. اخت جمعش چی بود؟ اخوات. پس می نویسیم که می نویسیم که اولئک الفتيات الصغار اولئک الفتيات الصغار اخوات حامدین. یعنی که آنها جوان دخترهای میده خواهرهای حامد است. رقم 9. تلك المرأة ام الطالبة. یعنی آن زن مادری شاگرد هست، شاگرد دختر هست. تلک را جمع کنیم. جمعش چی بود؟ تلک برای بعید است، جمعش اولئک. المرأة چی بود؟ جمعش نساء. ام را جمعش چی بود؟ امهات. الطالبة را جمعش چی بود؟ طالبات. پس می نویسیم که اولئک النساء امهات الطالبات. یعنی که آنها زنها مادرهای شاگردها هستند. همینطور می نویسید و ترجمهش میکنید. رقم 10. رقم 10 را ببینید. ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية. میگوید که
ذالک اسم اشاره برای بعید مفرد مذکر. آن مرد، ذالک الرجل، آن مرد، عالم هست، کبیر کلان هست، من المملکت العربیه السعودیه، یعنی که از مملکت عربی سعودی است، یعنی عربستان سعودی است. پس ذالک را جمع میکنیم. جمعش چی بود؟ ذالک اسم اشاره برای بعید، جمعش اولئک. رجل جمع میکنیم، جمعش رجال. عالمون جمعش میکنیم علماء، جمع عالم علماء. کبیرون جمع میکنیم کبارون. من المملکت العربیه السعودیه را دیگه هیچ کار نمیکنیم. پس می نویسیم که اولئک الرجال علماء کبار من المملکت العربیه السعودیه. انا می طور کرده می نویسیمش. رقم 2 اشر الى الاسماء الآتیه باسم اشاره للبعید. باسم اشاره للبعید ذلك تلك اولئک. میگه اشیر یعنی اشاره کن، فاعلش انت، اشاره کن تو. الى الاسماء الآتیه، با نام های می آمدگی. باسم اشاره، با اسم اشاره برای بعید باشد. ذالک اسم اشاره برای بعید است، برای یک مرد است، مفرد مذکر است. تلک اسم اشاره برای بعید است، مفرد مؤنث است. اولئک برای اسم اشاره برای جمع مذکر و مؤنث است. ببینید اولئک مفرد و مؤنثش یک است. چه که اولئک هؤلاء مفرد و مؤنثش یک بود، اولئک را معذرت میخوام، هؤلاء مردانه و زنانش یک بود، همچنین اولئک را مردانه و زنانش یک میشود. بسیار اهمیت بدید. رقم 1 طالبون، دور در طالب باشد، طالب مرد است، چطور اشاره میکنی؟ ذالک طالبون. برای ذالک اسم اشاره مذکر هسته، برای خود ذالک میگوی ذالک طالبون. رقم 2 را ببینید تجارون، جمع است، پس میگوی که اولئک تجارون و اینها مردا هستند. رقم 3 را ببینید مدرسات. مدرسات یعنی که معلمه ها، زن ها. پس چطور میگوید؟ دور در باشه چطور اشارهش میکنید؟ ما گفتیم که اسم اشاره بعید جمع مذکر و مؤنث یک است، پس می‌نویسیم که اولئک مدرساتون، یعنی که آنها مدرسه ها هستند، استاذه ها هستند. رقم 4 را ببینید طبیبتون، یعنی که زن. پس آن یک زن را چطور اشاره میکنیم؟ تلک. می‌نویسیم که تلک طبیبتون جدیدتون، یعنی که آن زن نو است، آن زن طبیب نو است. آن زن تلک، آن زن طبیب نو است، دکتر نو است. رقم 5 امهات و طالباتی. امهات یعنی مادرها. چطور اشاره میکنیم بسیار مادر باشد؟ با اسم بعید، اسم اشاره بعید قطعی. میگیم که اولئک امهات و طالباتی، یعنی که آنها مادرهای طالبات هستند. پس اولئک می نویسید. آباء الطلابی. رقم 6 آباء الطلاب یعنی پدرهای طلبه ها. پس چطور اشاره میکنید برای بعید دور؟ میگید که اولئک آباء الطلاب، یعنی که آنها پدرهای طلبه ها هستند. رقم 7 فلاح، دهقان. یا دهقان دور در دهقان باشه چخیل میگیم که به عربی میگیم که آن دهقان است، میگیم که ذالک فلاح، یعنی که آن دهقان است. رقم 8 محمدین، مادر محمد. دور در زن است، مادر محمد است. به عربی چطور میگیم که آن مادر محمد است؟ میگیم که تلک محمد، یعنی که آن مادر محمد است. رقم 9 صدیقی، رفیق من. صدیق مرد است، نه رفیق من، دوست من، بچه است. پس میگیم که دور در رفیق باشه چی میگیم؟ میگیم که ذالک صدیقی، یعنی که آن یک کسی در دور میبینی رفیق من هست. رقم 10 اخواتی. اخواتی یعنی که خواهرها. چند خواهر دور در باشد گفتنی باشه که اون خواهرهای من است، چطور میگویی؟ اولئک، اسم اشاره برای بعید استفاده میبری. اولئک اخواتی، یعنی که آنها خواهرهای من هستند. رقم 11 اخوتی، یعنی برادرهای من. پس برادرها بچه هستند، پس اسم اشاره برای بعید استفاده میبری. اولئک اخوتی، یعنی که آنها برادرهای من هستند. و اولئک را گفتیم مذکر و مؤنثش یک نمود است، فرق نمی کند. و میگذاریم به تمرین رقم 3. میگه هاتی جمع، اینجا با جع کردگی میم حذف شده است. جمع کلمات الاتیاتی،
یعنی که بیار جمعی کلمه های می اومدگی رو. اینجا اختون یک میم بنویسید، در بین جیم و عین یک میم بنویسید، میشه جمع. جمع کلمات الاتیات یعنی که جمعی کلمه های می اومدگی رو. ببینید در اینجا کلمه میارد مادر، جمعش چی بود؟ جمع امهات، پس در اینجا امهات می نویسید. ابون پدر، جمعش چی است؟ آباون پدرها، پس در اینجا آبا می نویسید. امرأتون یک زن، جمعش چی است؟ نساءون، بس می نویسید نساءون. عمتون، جمعش چی است؟ عمتون یک عمه، جمعش عماتون یعنی عمه ها. ضعیفون یعنی یک آدمی ضعیف، جمعش چی بود؟ ضعافون. ضعافون، پس می نویسید که ضعافون یعنی ضعیف ها. وزیرون یک وزیر، جمعش چی بود؟ وزراء وزیرها. اسم نام، جمعش چی است؟ اسماء. اسماء یعنی که نام ها. پس اینها را جمعش می نویسید. رقم 4، اقرا و اکتب. ایرا میگه بخوان و بنویس. اقرا و اکتب، بخوان و بنویس. و باز ما میگیم که ترجمه هم بکن برادرم، تا اینکه ترجمه را یاد بگیری. اصدقاء یعنی که رفیق ها، دوست ها. صدیق یک تا، اصدقاء جمعش. اغنیاء بای ها، یک تاش چی بود؟ غنیون. اقویاء قوی ها، بقوت ها، یک تاش چی بود؟ قویون، جمعش اقویاء. اطباء جمعش چی بود؟ مفردش چی بود؟ طبیبون، یک طبیب. اطباء طبیب ها. فقراء فقیرها، مفردش چی بود؟ فقیرون، جمعش فقراء یعنی فقیرها. زملاء رفیقها، یک تاش چی بود؟ زمیلون، یک رفیق. زملاء رفیقها. وزراء وزیرها، یک تاش چی بود؟ وزیرون، یک وزیر. وزراء وزیرها. علماء یک تاش چی است؟ عالمون، دانشمند، عالم. علماء عالمها، دانشمندها. پس اینها را بگوید و ترجمه کنید و مفردش بیارید تا اینکه در ذهنتون بماند. پس در اینجا میگوید که اسماء الاشاره للبعید، اسم های اشاره برای بعید. در قسم دومی درس ما و شما اسم اشاره برای قریب خوندیم، نه؟ هؤلائی. و در اینجا اسم اشاره برای بعید است اکنون. ببینید در اینجا نزدیکی که المفرد، الجمع، المذکر. المذکر رو ببینید اینجا مذکر، نمیدونم چطور برای شما نشان بدم. خلاص هر کسی که دیگر درس را که خونده دیگر میفهمه که من گیجا را اشاره کردم. ببینید المذکر در اول صفحه، المذکر. مذکر یعنی مردانه. پایانش ببینید المؤنث، زنانه. ببینید اکنون در چیزی دیم بگذارید. ذالک طالبون، ذالک المذکر است، نه در اول، یعنی که ذالک اسم اشاره مذکر بوده است، مردانه. تلک طالبتون در اینجا مؤنث است، نه؟ تلک پس مؤنث بوده است. یعنی ذالک طالبون یعنی که آن طلبه است، این برای مذکر است. تلک طالبتون آن دانشجو دختر هست، این برای مؤنث است. مذکر و مؤنث تا زیرا میگفتیم یکم بار خواندین در اینجا، در این یکم بار است که میخونیم. المذکر یعنی مردانه، المؤنث یعنی زنانه. برای هم گاگا میگیم این مذکر است یعنی مؤنث است، از همین جا یعنی که گرفته میشود. اولئک طلاب یعنی که آنها. ذالک برای ذالک و تلک برای مفرد بود، یک تا. اولئک برای جمع هست. اولئک طلابون یعنی که آنها طلبه ها هستند، مردانه. اولئک طالباتون آنها دانشجو دخترها هستند. ببین فرق نکرد، نه؟ اولئک هر اولئک شد در جمع، لیکن در مفرد فرق کرد. ذالک برای مرد بود، تلک برای زن شد، فرق کرد، لیکن در جمع فرق نکرد. برای خاطر در ذهنتون بگیرید. و اینجا رو ببینید محمدون ذهب، محمد رفت. مریم ذهبت، مریم رفت. ببینید محمدون ذهب یعنی محمد رفت، در آخرش یکون چی ندارد، بگه فاعلش کو. اولا که ما میگیم که ذهب را فاعلش مذکر است، بچه است. بگه از کجا میدونی؟ میگیم برای که علامت ت نیست. و فاعلش چی است؟ هو است. یعنی محمدون ذهب یعنی محمد رفت. ذهب هو یعنی رفت محمد. محمدون ذهب یعنی که محمدون ذهب هو یعنی که محمد رفت.
ببینید مریم باشه چی ذهبت، زنانه که باشه در آخرش ت میآید ذهبت. همین اگر که مریم نباشه ما همین ذهبت دیده میدونیم که همین آدمی رفتگی زنانه است. برای چی؟ به خاطر اینکه ت دارد. مریمو ذهبت هی، یعنی هی وی ضمیر مؤنث میاریم هی. پس در اینجا نوشته است که محمد و حامد و علی ذهبوا، محمد و حامد و علی رفتند. ببین ذهبوا رفتند. واو گفتیم ضمیر جمعی مذکر هست. در اینجا محمد، حامد، علی هر سهش بچه هستند، مرد هستند. برای همین خاطر گفت که ذهبوا که رفتند همین بچه ها، همین مردها. فهمو؟ بعد دیمش رو ببینید مریم و آمینتو و فاطمه ذهبنا. مریم، آمینه، فاطمه رفتند. الان این نونم نون ضمیر است، ضمیری جمع هست لیکن جمعی مؤنث است. بالا را ببینید واو ضمیری جمعی مذکر هست برای مرد است و نون ضمیری جمعی مؤنث هست. فرقه چه اهمیت بتید. وقتی یک کس بگه ذهبو میدونید که بچه ها رفتگی هستند. یک کس بگه که ذهبنا میدونید که زن ها رفتگی هستند. یا مثال دیگر، مثلا شاگردات درس داده باشیم میگه که اقرأو یعنی شما بچه ها بخونید. اگر دخترها باشد میگه که اقرأنا شما زن ها بخونید. یا که مثلا یگان کس را بگویی که بخور میگویی که، یا میگویی که بینوش یعنی که چای را بینوش. بچه ها را بگویی میگویی که اشربو در آخرش واو قش میکنیم میگه که بینوشید. و اگر زنها باشد میگیم که اشربنا، اشربنا یعنی شما بینوشید. یا شریبنا، شریبو، شریبو یعنی نوشیدن وی مردها، یعنی شریبنا نوشیدن وی زنها، نوشیدن وی زنها. و همین طور یعنی که واو برای جمع مذکر هست و نون برای جمع مؤنث است. در یادتون بگیرید و خلاصه گپ همین است. برای چند مثال آوردم برای فهمیدنتون. الکلمات الجدیده یعنی کلمه های نو، کلمه های نو. ضعیفون، ضعیفون ناتوان. پایانش ببینید جمع کردگی است، اینجا در چین آمدگی است. ضعافون جمعش ضعافون. ضعیفون یک آدمی ضعیف، ضعیف. ضعافون ضعیف ها. مادر جمعش امهاتون. یک مادر، امهاتون مادرها. ابون یک پدر، جمعش آباون پدرها. ضعیفتون یعنی که یک ضعیف. ضعیفی پایان از ضعیفی بالا چی فرق میکنه؟ فرقه چنده چی است؟ ضعیفون و ضعیفتون. کسی که جواب داد نوش جانش. ضعیفون مرد است، ضعیفتون زن هست. ضعیفون یک ضعیفی مرد، ضعیفتون یک ضعیفی زن. و جمع ضعیفتون میشود که ضعیفاتونش بگیم و جمع ضعیفون ضعافون. همچنین ضعیفتون ضعافون هم گفته میتونه برای جمع تکسیر است مذکر و مؤنث میشود. پس ببینید قویون، قویون با قوت، قوتمند، نیرومند، قوتمند. جمعش اقویا او، قوی ها. آیا جایز است من بگم که اقویا اون؟ جایز است؟ نه. برای چی؟ برای اینکه الف و همزه زائده است. اصل ببین قوی قاف و واو یا است، الف و همزه ندارد، لیکن اقویا ده الف و همزه در آخرش زیادتی آمد، برای خاطری ممنوع من صرف شد. عالمون، عالمون عالم، دانشمند. جمعش علماء او، عالم ها، دانشمند ها. همچنین علما را هم علما اون گفتن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر آنه که در آخرش الف و همزه زائده آمده است، برای خاطر جایز نیست که این را تنوین بتیم. پس برادران دوستان این به درس ما و شما و این درس ماشاءالله از 2.5 ساعت هم گذشت و اگر که گوش کردی تا آخرش پس این گپی مرا میشنوی، اگر گوش نکرده باشی پس این گپی مرا نمیشنوی
و گوش کردی تا اینجا نوش جانت، پس معلوم شود که انشاءالله کوشش داری که عربی را بفهمی. اگر تا اینجا گوش نکرده باشی این گپ مرا نمیفهمی و عربی را یاد نمیگیری. اگر که فقط در درسای ما با درسای ما مشغول باشی، ای درسای ما عربی رو گرفته نمیتونی، برای تا اینجا اگر گوش نکرده باشی. اما تا اینجا گوش کرده باشی معلوم شود که انشاءالله مهر و محبت در عربی داری و کوشش داری و وقت صرف کردی و انشاءالله که عربی را یاد میگیری انشاءالله با یاردم الله تبارک و تعالی. همچنین طلب میکنم از الله تبارک و تعالی که هر کسی که اینجا صدای بنده را شنیدید، الله تبارک و تعالی برای شما تعلیم و یاد گرفتن زبان عربی را نصیب بگرداند و الله سبحانه و تعالی برای شما اجر و پاداش زیاد و همچنین خدمت دین را براتون نصیب بگرداند و همچنین دیگرها را محروم نمیکنیم از دعا. هر کسی که خواهشمند زبان عربی هستند الله سبحانه و تعالی زبان عربی را براشون آسان بگردانند و زبان عربی را زود تعلیم بگیرند. آمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.